بله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگوییم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به این روزهایی که در پیش داریم رسانید و اگر عمر برای ما و شما باقی باشد، فردا آغاز ماهی بزرگ و ماهی گناهسوز و روزهای بهترین سال را در پیش رو داریم و این دهی آغاز ماهی ذوالحجه هست و این ده را واقعا هم خیلی فضل و خیلی برکات زیادی است. اگر خداوند ما و شما را به این روزگار رسانید، پس از ما آن عملکردهایی که برای آینده پربار نمودن صفحات اعمال ما و تو، پس الله برای ما فضل و کرمش را بیشتر نموده است. الحمدلله که ما و شما را الله به این روزگار، به این روزهای مهم سال رسانید و با بزرگی این 10 روز الله سبحانه و تعالی سوگند یاد نموده است. الله هرگز به چیزی که اون تافه و پست باشد هرگز سوگند یاد نمی کند، چنانه که الله سبحانه و تعالی در سوره فجر میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. الله سبحانه و تعالی با بزرگی این دهه بزرگ، با بزرگی این یعنی لیال عشر، یا این که به این ده ذوالحجه که بهترین روزهای سال است سوگند یاد کرد و به همه اهل علم بر این نظرند که یعنی انا همین لیال عشر چی است؟ ده ذوالحجه است که ما و شما در آن فعلا که از فردا انشاءالله شروع می شود. واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فضل این 10 روز گفته است: ما من ایام عمل صالح فیهن احب الى الله من هذه ایام العشر. هیچ میگه عمل صالح میگه در انا همین 10 روزی که ایام 10 گانه ذوالحجه چقدر عملهای صالح یعنی که خوب هستند. پس گفتند: ای رسول خدا، قالوا یا رسول الله ولا جهاد فی سبیل الله، حتی یعنی که از جهادی در راه خدا هم یعنی که این 10 روز عمل صالح در این 10 روز انجام دادن، یعنی که ولا جهاد فی سبیل الله. گفت بله، حتی از جهاد کردن فضلش بیشتر است، حتی مگر این که مردی که خارج شود از خانهش با مال و نفسش، فلم یرجع من ذلک بشیء، از اون نبرد با چیزی برنگردد، توش مصرف کند برود، یعنی حتی در اونجا شهید شود. خب بعد دیگر معلوم است که درجه شهادت فضلش دیگر برتر و بالاتر است. ولی پس فهمیده می شود که حدیث صحیح بر روایت امام ترمذی، یعنی ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل فيهن من هذه العشر فاكثروا فيهن من تهلیل و تکبیر و تحمید. پس این بزرگترین 10 روز، بزرگترین یعنی روزهایی که در نزد خداوند دوست داشته تر است و یعنی که از همه روزهای دیگری سال این 10 روز یعنی بزرگ است. این 10 روز عمل صالح در این 10 روز انجام دادن خیلی فضیلت و برکت بیشتری دارد. پس در این 10 روز بیشتر سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، بیشتر تکبیر گویید، بیشتر تهلیل گویید، بیشتر تحمید کنید، صلوات بفرستید: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر. یعنی چقدر که میتونید قرآن خواندن، روزه گرفتن، عبادت کردن، عمل صالح نمودن، کمک یتیم و صغیره و بینوا نمودن، همه اینها، هر عملی که انجام میتید در این 10 روز دارای والاترین یعنی چی است؟ درجه و یعنی ارزش است. پس این 10 روزه یعنی شما هرگز نباید که به یگان نتیجه و رزولتات گذرانه. پس ما میدونیم که در این 10 روز بهترین روز این 10 روز روز عرفه است
ما من يوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم العرفه. هیچ روزی نیست که یعنی که از روز عرفه کرده روز دیگری نیست که الله بنده‌اش در این روز عرفه یعنی که از آتش جهنم نجات می‌دهد. یعنی و الله افتخار میکند یعنی در نزد ملائکه یعنی قدری بنده‌هاش، همون بندگانی که یعنی از الله طلب میکنند و طلب آمرزش، طلب عفو و طلب مغفرت، همه آن چیزی که شما خیر دنیا و آخرت خود را میتونید که در این 10 روز، شب نه، شبهاش نه، روزهاش، یعنی از همین نماز صبح شروع میشه و فضیلتش تا نماز شام. پس از نماز شام دیگر فضیلتی که روزش داره شبش نداره. اینا باید فراموش نکنید. بعضی برادرها فکر میکنن که 10 روزی یعنی که ایام ذوالحجه فقط در شبش عبادت کنیم. نه، در روزش روزه گرفتن، 5 وقت نماز در مسجد خواندن، قرآن خواندن، همه عملهای صالحی که انجام میدید، یعنی که در این 10 روز یا اینکه 9 روز اول، البته روز عید دیگر روزی خوردن و روزی نوشیدن و روزی قربانی و روزی یعنی با نزدیکان رفتن روز خوشحالی است. به همون خاطر یعنی 9 روز میتوانیم بگیم و چون روز عید از نماز عید داریم و اون هم دیگر شامل این هست و 10 روزی ذوالحجه میگیم. وگرنه مهمترین فضیلت این روز البته چون با خود روز عید که در آن ما میریم نماز عید میخونیم یعنی 10 روزش میگیم، ولی 9 روز یعنی از این روز شروع کرده که از این بگه یعنی که خب دیگر بگاهی یعنی ماه ذوالحجه شروع میشود و میرسد تا شب عیده، یعنی که روز عرفات که عرفه که شب شد فردا عید میشود دیگه، یعنی تا روز عرفه. و اگر امکان روزه گرفتن کدومی که امکانیت دارد پس در روزه گرفتن باید کوتاهی نکنیم. چرا؟ چون که فضیلت خیلی بیشمار این 10 روزی ذوالحجه دارد. فردا دوشنبه 18 است، بعد از اون مثلا روزی 21 می شود، دیوم روزی یعنی که مثلا دوشنبه و پنجشنبه، بعد از اون با 25 میاد، یعنی تقریبا 3 روز. یعنی آدمایی که روزی دوشنبه و پنجشنبه میخوان روزه بگیرن، ولی افرادی که میتونن پای در پای روزه بگیرن از همین فردا شروع میکنن انشاءالله که میروند تا یعنی که همون روزی عرفه. و شخصی که نتونست لااقل خوب دوشنبه و پنجشنبه و دوشنبه روزی یعنی که چیره روزی 25 که می شود روزی 8 این 3 تا و روزی 26 یعنی دوشنبه و سه شنبه پای در پای 4 روز روزه بگیره. اگر هیچ چی نتونستی امکان روزه گرفتن نداشته باشی پس میتونی همون روزی 26 روزه تا بگیری، چون روزی عرفه است و روزی که فضیلتی واقعا هم به شمار در میان این 10 روز باز هم روزی عرفه دارد که روزی یعنی از آتش جهنم نجات کرد. این بندگان زیاد الله در این روز عرفه است. پس در این روز کوشش کنید خودتون از عتقای من النار گردانید که از آتش جهنم نجات یافتگان باشید. پس امیدوارم که انشاءالله هر کسی که امکانی روزه گرفتن دارد از فردا یعنی که انشاءالله شروع میکند، یعنی این بگهی باید سحری خرک کند. خوب کسی میخوره، کسی هستن که یعنی یکم چیز نمیخوره خیلی روزه میگیرد و بوش دیگر مهم اگر که طبق سنت باشد باید سحور کنید، ولی اگر که نخواسته باشید نخوردید چیزی هم مشکل نداره. مهم یعنی که این 10 روز زنده نگه داشتن. پس انشاءالله مبادرت در اعمال خیر خوبی را در این 10 روزی که ما و شما در آینده انتظار این 10 روز هست بودیم تا این وقت، الله ما را به آن روزها رسانید و خدا کند که توانسته باشیم این 10 روزی ماهی ذوالحجه را انشاءالله که زنده نگه داریم و از آزاد شدگانی آتش جهنم در این دهه فضیلت و بزرگ قرار داشته باشیم و خداوند ما را از جمله افراد آزاد شدگان از آتش جهنم گردانده باشد. خوب بیننده عزیز و گرامی، این آغازین برنامه ما بود و خدا کند که توانسته باشیم سببی بیدار کردن برادران و خواهرانی که امکان زنده نگه داشتن این 10 روز را در آنها پیدا می شود و آنها در یعنی صبحگاهان و آنها در شامگاهان قبل از افطارشان دعا میکنند در حق این ملت، در حق مبارزین، تا اینکه الله سبحانه و تعالی این مبارزه های ما را و مراد و مقصودمان هر چیز زودتر رساند
اما و شما از جمله یعنی افرادی که آزاد شده از آتش جهنم گشته باشیم. اللهم آمین. برنامه که امروز خدمت شما بیننده عزیز و گرامی قرار دادیم که آن هم برنامه در مورد ترس و زندان، در مورد یعنی وحشت هایی که رحمان در کشور بالای این ملت و بالای این مردم آورده است. به عنوان برنامه را تاجیکستان دولت ترس و زندان، یعنی واقعا هم ما از پیش خودمان چیزی نگفتیم و تاجیکستان واقعا یک دولت ترس و یک دولت زندان است که در این هیچ شک و شبهه هیچ نفر از شهروندان این کشور ندارد. امروز ما درباره ترس، درباره یک درد بزرگی که ما نگوییم هم جامعه خود به خودش از این درد صحبت میکند، درباره ترسی که سالها باز بر سر ملت و مردم تاجیک سایه افکنده است، درباره کشوری که مردمش از گفتن حقیقت میترسند، از همدیگر میترسند، از آینده درخشان میترسند و وقت ترس در جامعه حکمران شد انسان دیگر آزاد نمیتواند باشد، حتی اگر در کوچه آزاد راه رود، در بالای سرش بمب نریزد، حتی اون آزاد و آزادی را ایفاده نمیکند. امروز تاجیکستان به جای رسیده است که مردم پیش از هر سخن گفتن اول به شورای بر این طرف و طرف نگاه میکنه که ابودا یگان بزا برحمش نباشد پیشم تا اینکه گپی من نبرد یگان جا برسونه. پیش از نوشتن یک جمله را وقتی که میخواهد اگر که بنویسه فکر میکند که مبادا کسی همون ثبت نکنه، کسی همین وقتی که من مینویسمش نبینش نفهمش که همون منم. پیش از اعتراض بلند کردن، پیش از صدا بلند کردن از بی‌عدالتی و ترس تو فکر میکنه که مبادا یکی من همین گپا بگم فشار یا زندان یا زیر تعقیب قرار نگیرم. چرا؟ این فرهنگ و قاموسی ترس است. ملتی که باید دانش، فرهنگ و وحدت باید داشته باشد و در روی این پرینسیپ ها زندگانیش پیش میرفت، یا این که باید پیش میبرد، یا این که این چیزها را در بساطش میداشت که در گذشته ما داشتیم البته، ولی این رحمان فهمید که همه اینها را از بین برد، در حالتی که چی شد؟ به یک جامعه خاموش تبدیل شده است. واقعا ترس یکی از دشمنهای آزادی انسان است. وقتی انسان میترسد دیگر نمیتواند کاری کند. وقتی انسان میترسد دیگر امکان انجام دادن کار در او پیدا نمی شود. جامعه که یا مجتمع یا اینکه obșestve که در همو بسیاری ها حقیقت می دونند، حالا پیش میگفتن که مردم بدور کردن در کار، ولی حالا مردم حقیقت می دونند همش، اما از گفتن همو میترسند. در حالتی که می شود بعضی مردم حقیقت نمیدونن، نمیگن، او یک چیزی عادی است، اون یعنی عذر و جهل، ولی در حالتی که حاضر میدونند که چی گپ است، میدونن رحمانوف کیه، میدونن رستم چیکار میکنه، میدونن تخمین چیکار کیس است، میدونن زایر چیکار کرده است، میدونن رستم چیکار کرده است، میدونن سامان چیکار کرده است، میدونن حسن اشکمبر چیکار کرده است، میدونن شمس الله چیکار داره، میدونن پروینه چیکار داره، میدونن رخشانه چیکار داره، میدونن اسماعیل چیکار داره، میدونن فیروزه چیکار داره، میدونن ظریف بیگ چیکار، اگر نام کنم همین ها را خوب میدونن. ولی این نمیتونیم ما عذر به جهل بگیم یک جامعه داره ما که یعنی بیچاره نمیدونه، بی سواد است و الله سبحانه و تعالی از شخصی که جاهل است قلم برداشته می شود. منظور قلم برداشته می شود که اگر به او اتمام حجت صورت نگرفته باشد اون دیگه بیچاره بخشیده شده است. ولی این مردم میدونن حتی از ما و تو کرده بیشتر جنایت های این رژیم میدونن. اما بدبختانه مشکلات اساسی چی است؟ مشکلات اساسی همی است که میترسه، میدوند ولی گفتن نمیتوند. اون جاهل این است که ندوند که باید او را ما بفهمونیم تا اینکه او بفهمه. میدوند همینه ولی نمیتوند سخن بگه. چرا؟ چون میترسد یکی اگر گپ زنه اگون گپ میشود. وقتی که واقعا هم سالهای زیادی هست که این ملت و این مردم یعنی که در یک سیاست غمگرانه یعنی قتل و کشتار و وحشت
با نگاه و با نام دموکراتیا و با نام مردم سالاری، با نام یعنی گویا در دنیا معروف است تاجیکستانی ما که تاجیکستان دولت دموکراتی حقوق بنیاد یگانه نمیدونم دیگه گفتی که پا همه ناموی بلاخانه را گرفته است. دولتی تاجیکستان دولت دنیوی دموکراتی یعنی که یگانه دنیوی دموکراتی یگانه. ما سویتسکی گاسودارство یگان ما در سویتسکی گاسودارство زندگی داریم ولی واقعا سویتسکی یگان کس کار نداره با هیچ کس، یگان کس به یگان کس یگان گپ نمیگه. سویتسکی دولت دنیوی دموکراتی یگانه شکل یعنی که دنیوی دموکراتی که یگانه یعنی که دیدگاه پیشوای ملت قطعی عمل میکنه. پس این نه آزادی نه دموکراتی نه یعنی که حقوق بنیاد. برای اینکه حقوق های پیشوای ملت رحمون فی لعنت کرده الله باید که رعایت کنه، چون که این یک سیاست دولتیش دیگه. امروز جوانای تاجیک مهاجر میشوند و هر روز میبینیم و شما هم که مهاجر هستید یا که از هیچ عائله نیست که چند نفر در مهاجرت نباشند، نه تنها برای نان بلکه برای یک نفسی آزاد کشیدن. بسیاری ها در وطن آینده خودشون نمیبینند. تاجیک و شهروند تاجیکستان یعنی آینده خودش در وطنش ندیده است و میدونه که ملت متحد یعنی که نباشد اگر با آسانی یعنی این کار به دست نمی آید و رحمانوف هم میدوند که اگر ملت متحد نباشد اینو با آسانی منه شکست داده نمیتونن. و هر دو طرف هم با یک فکر میزنیم، چون که حضرت علی را میپرسن او قدر او کلان جوسه یک جوسه کم میده داری میبروی در جنگ چوت میچخل میزنی امرو؟ میگه که او میگه که منم میزنه، خودش همو آدم فکر داره که منم علی میزنه و منم فکرش دارم که میزنمش و مردمی که مشاهده دارن مورم فکر میکنن که میزنمش. پس این سه یک جایه میشود و من پیروز میشم. خوب دقت کنه معنی گپ حضرت علی رضی الله عنه را. این معنی عادی نداره. اما آدم قطعی من جنگ برآمده است آواز علی را شنویده است. اگه نه من با قوت یا تام بزنه معلومه که تمام دیگه نمیخیزم ایجام. یکی من هم میگم میزنمش ان شاء الله، مردم هم میگن ان شاء الله یا علی میزنه. پس سه اعتقاد یک جایه شد، خداوند با گمان بندش نزدیکه. فهمیده؟ هم مردم میگن متحد نیستیم ما را بازید رحمانوف چیکار کرده میتونیم و هم رحمانوف میگه که اینا متحد نیستن بازید من اینا چیکار کرده میتونم. پس این یعنی که هم گپ خودمون هم گپ رحمانوف هم گپ مردم. پس سه تا جا شد. الله با گمان بنده نزدیک است. رحمانوف ما و شما را چیکار میکنه؟ یعنی به همون حالتی واقعا هم بدبختی تو حاضره نگاه من داشته اومده است. اما میتونیم سوال مهم در اینجا برای ملت مردم بازگو کنیم که آیا این وضع و این حالتی که رحمان ما را ظلم داره ابدی باقی میمونه؟ نه، هرگز باقی نمیمونه. چون که تاریخ بشریت نشان داده است که هیچ یعنی ترس همیشگی و ابدی و مادام العمر نمیتواند باقی بماند. هیچ نظام با فشار و با قتل و کشتار تا ابد یعنی حکمران بودن نمیتونه. ما خلافت عثمانی را دیدیم 600 سال، ما خلافت امپریاهای بزرگ دیگر را دیدیم که چندین منطقه های دنیا را گرفتن. تیمرلنگ ببینه یعنی چنگیز ببینه، این قدر یعنی که آدمایی که کشورکشا بودن چی شدن؟ اخیر مردن و اون جایی که گرفته بودن باز دوباره یعنی که آزاد شدن. پس ظلم و یک حاکمیتی تا ابد ادامه پیدا نمیکند. روزی که مردم بیدار میشوند، روزی که ملت حقیقت و با آوازی بلند میگه و دیگر از هیچ کس نمیترسه و آن همون روز خیلی مهم است. ولی برای رسیدن آن روز باید ما تلاش کنیم که مردم یعنی نفرت نه بلکه شعور داشته باشند. مردم موزه از رحمانوف نفرت دارند. باید ما کار کنیم که مردم با شعور و با پیندار و با ملکه‌ای که دارند با همون مسئله یعنی که همین قضیه را باید حل کنیم. ما اگر به نفرت حلش کنیم وطنمون میسوزیم، نابود میکنیم. برای رحمانوف برای یک کیک پوستی نمیسوزیم. باید ما انتقام نه بلکه عدالت طلب کنیم. باید ما عدالت خواسته باشیم. پس این یعنی که از نفرت پراکنی بیشتر است. ولی رحمانوف آنچنان در میان مردم نفرت کاریده است که
دیگر امکان شعور از بین برده است. با تولید نفرت زیاد، با ظلم دامادش و دخترش و بچهش جهمندش و بایفرند دخترش، دیگه یعنی که شعور مردم به شعور کس نفرت بیشتر کرده است. ما باید بدانیم که جامعه میسازیم که در همون انسان فکرش زندانی نباشد، آزادانه فکرش بگه. برای انتقاد کردن دشمن اعلان نشود. آدم وقتی انتقاد کرد که این کار غلط است، او را باید ما دشمن خائن ملت اعلان نکنیم. برای حقیقت گفتن خائنش نگن. و باید انا خیلی جامعه بسازیم. بفهمید؟ تاجیکستان باید کشور اویلوی نباشد، باید کشور قانون باشد. تاجیکستان باید کشور ترس نباشد. تاجیکستان باید کشور وحشت نباشد. تاجیکستان باید کشور زندان ها نباشد. تاجیکستان باید کشوری که در آن با ماده دروغین 307 دیگه مردم از زندانی نکنند. تاجیکستان باید کشور باشد که مساجدش آزادانه کشاده باشد. تاجیکستان باید دولت باشد که لباس پوشیدن مردمش زیر تازیانه تنقید و یا اینکه کشیده گرفتن از طرف مقامات قدرتی نباشد. تاجیکستان باید کشور باشد که هر صدایی که شهروند میخواهد آن را شنود، آن صدا را شنود. آن صدا از آن است یا آن صدا هر چیزی دیگری که میخواهد شهروند آزاد کشور آن را شنود. تاجیکستان باید کشور باشد که رئیس جمهورش بیش از 2 بار امکانی کار کردن در قدرت را نداشته باشد. تاجیکستان باید کشور باشد که یک پرزیدنتش برای 4 سال از اون بیشتر انتخاب نشود. تاجیکستان کشور باشد که قانون 7 ساله پرزیدنتی را باید از بین برند و امکان ندارد که 2 دوره رئیس جمهوری را در یک دوره قرار بده، 1 ساله کمش کنی، 7 سالی دوتا، بعد از اون بازم عوض بکنی برای این آدم بسیار آدم خوبه آسمان ستاره آوردگی. تاجیکستان باید این خیلی کشور نباشه. تاجیکستان باید شهروندش در بیرون از کشور به احترام و به قدر چرک و جمشود نباشد. تاجیکستان نباید کشور باشد که تنها وارد او محصولات وارد شود. تاجیکستان باید کشور باشد که از آن محصولات استحصال و به خارج عرضه کرده شود. تاجیکستان نباید دولت باشد که تنها کانهای او مورد استفاده خاص و عام دولت‌های اجنبی باشد ولی مردم خودش در داخل خودش از آن استفاده برده نتواند. تاجیکستان باید کشور باشد که اول خودش تامین به برق باشد، بعد از آن برق به خارج از کشور بفروشد. تاجیکستان کشور باشد که مخالف مواد مخدر و آنچه که مربوط به این وبای عصر است از داخل خودش کاملا ایرا برچیده گردانده باشد. تاجیکستان باید کشور باشد که هیچ دشمنی با هیچ همسایش نداشته باشد. تاجیکستان باید کشور باشد که امکان نداشته باشد یک جنایتکار حرفه‌ای در این کشور آزادانه نفس بکشد. تاجیکستان کشور آزاد. تاجیکستان کشور باید باشد که در آن هیچ خاره نتواند بر پای عارف داخل شود. تاجیکستان کشور باید باشد که احزاب سیاسی مخالفش آزادانه در داخل کشور و آزادانه داخل پارلمان عمل و فعالیت کند. تاجیکستان کشور باید باشد که از نظام 2 پارلمانی به نظام 1 پارلمانی عوض شود. تاجیکستان باید کشور باشد که دیندارش از مقامدارش نترسد و مقامدارش نفرت به دیندار این ملت نظر و نگاه نکند. تاجیکستان باید کشور باشد که تمام اقوام و ملتی که شهروندی کشور ما را دارند و مانندی وطن خودش که البته وطن اونها هست باید زندگانی کند و هیچ تبعیض، هیچ نجات پرستی، هیچ تحقیر نسبت اون اقلیت های قومی و مردمی در این کشور نباشد. تاجیکستان نباید کشور پلیسی باشد که برای هر عمل کردت امکانی وارد شدن به خانه تو مقامات یعنی انتظامی کشور است و ترا میتونن برن بازپرسی و زندان و با مدعای گوناگونه که در قاموس کیفر جنایی یا کودکس جنایی اعمال جنایی نیست وارد کنند و ترا وارد زندان کنند. تاجیکستان نباید کشور باشد که وحشت و ترس در آن حکم فرما باشد. تاجیکستان نباید کشور باشد که در آن واقعا هم مردم در حالت مهاجرت و بیرون از کشور قرار داشته باشند. تاجیکستان باید کشور رویاها، تاجیکستان کشور
سیاحی، تاجیکستان کشور توریسم، تاجیکستان کشور اکسپورت و تمام آنچه که در داخل کشور هست باید که ما یعنی تولید کنیم و به خارج عرضه کنیم، نه اینکه تنها و تنها مال و محصولات وارداتی به کشور خود وارد نماییم. باید تاجیکستان کشور قانون باشد، باید تاجیکستان کشور ترس نباشد، کشور باید امیدگاه، کشور باید پناهگاه ملت و شهروند خودش باشد، نه اینکه کشور ما پناهگاهی چند نفر از افراد بد این ملت و برای تمام اقشار گوناگون ملت یک وحشت زده و یک دکان وحشت و ترس باشد. تاجیکستان نباید وزارت معارفش با این وضعیت نابسامانی که فعلا قرار دارد، از طلبه پول، از معلم پول، از معلمه پول، از دیرکتور پول، از تمام اینها پول به خاطر یعنی که ریمونت یا اینکه تعمیر و این چیزها باید از مردم پول گرفته نشود. تاجیکستان باید دیگر راه پولکی نداشته باشد. تاجیکستان نباید دیگر با به برقی عمر به سر برد و 7 ماه حیات مردم بدون برق باشد. تاجیکستان را باید ما و تو از این همه مصیبت ها نجات بدهیم. پس نجات این کشور در دست من و توست. امکان ندارد که هیچ اجنبی دیگر بیاید وطن ما و تو را نجات بدهد تا اینکه ما و تو بریم در اون وطن زندگانی کنیم. پس نجات این وطن در دست ما و توست. پس ما و تو امکان دارد که وطن خود را نجات میدهیم و یا اینکه وطن را در دست این اجنبی ها میگذاریم، در خارج از کشور خودمون میگریزیم میگردیم. یا میگن که یک مثل داریم، دزد زور صاحب گاوا بسته است، انا همون است. چون رحمانوف دزد زور هست، چون رحمانوف یک مادر به خطایی که تنها و تنها عمل کرده او دزدی و غارت و بدبختی است. رحمانوف دیگر کار جز این عمل کردها ندارد. امکان ندارد که رحمانوف برای ما و تو شخصی باشد که اون یعنی به منفعت ما و تو کار کند. پس ما و تو عمل کردمون باید تنها و تنها به خاطر نجات و به خاطر آزادی این ملت و مردم باشد. ما و تو اگر به یک جایگی عمل بکنیم، امکانی انجام اون عمل تحقق پیدا کردنش وجود دارد. ولی اگر ما و تو بی‌ترسیم، ولی اگر ما و تو تنها و تنها در فکر زندانهای رحمانوف باشیم، پس میرسد مردی که زنجیری غلامان بشکند، میرسد مردی که زنجیری غلامان بشکند. انشاءالله چنانه که علامه اقبال میگه میرسد مردی که زنجیری غلامان بشکند. دیدم ایرا میگه در روضه دیوار زندان شما. انشاءالله که در روضه دیوار این ملت که زندان این ملت تاجیکستان برای این ملت به جای وطن زندان بزرگ گشته است، انشاءالله مردان بزرگ میرسد که زنجیر غلامی را از گردن این ملت که رحمانوف آنها را گذاشته است و زولانه های در پای این ملت، در پای مادر و پدر و فرزند این ملت، رحمانوف زولانه های ظلم و یوغ و سپار خود را انداخته است. حتما مردان شجاع این ملت پیدا میگردند که اون زولانه های ترس را از گردن و از دستها و از پاهای پدر و مادر و فرزندان و دختر و مرد و جوان این ملت انشاءالله که خواهند کرد. و این ملت حتما فرزندان برومند بارد و انشاءالله که آنها در راه هستند، آنها در صدد اندیشه و فکر هستند که چگونه این ملت وطن و مردم خود را از چنگال این ظالمی دیکتاتوری بدمور نجات بدهند. تنها و تنها در این 10 روزی آغازین ماه ذوالحجه، در این 10 روزی دعا و نیایش دعا کنید که خداوند آن مردانی که از این ملت هستند هر چه زودتر و سراغ ما بفرستد، هر چه زودتر از داخل ما، چون آنها فرزندان این ملت هستند، هر چه زودتر یعنی از خود درک دهند، عمل کرد، کار یا اینکه هر چیزی که امکان دارد به خاطر نجات این ملت، آنها از این ملت هر چه زودتر کار خود را شروع نمایند. اگر ما بگوییم فلانی میکند، اوش بگه فلانی میکند، باور کنید نمیدونیم دیگر که این به فکر اون به فکر این. و همین حالت ما از دنیا می رویم. ولی بازم این ظالمان بر نسل و بر
اولاد ما ظلم و ستم خود را ادامه خواهند داد. پس مرد این میدان، پس مردانی که می توانند کار انجام دهند هم دعا میکنند، چون دعا مخ عبادت است. استکبار از دعا نکنید. میبینیم بعضی ها که بسیار هم سخنانی بد میگویند که فقط شما تنها دعا میکنید. من تا وقتی که زنده هستم و نفس میکشم دست از دعا کردن را پایان نخواهم کرد، چون دعا مخ عبادت است. استکبار از دعا کردن و تذلل و خود را حقیر و تضرع نکردن در نزد الله، این خصلتی متکبران است و الله هرگز متکبر را دوست نمی دارد. چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مادر انس رضی الله عنه امی سلیت است والله اعلم، وقتی پیشش میاد میگه رسول اکرم برای من کلمات بیامرز تا اینکه من دعا کنم الله از من دعایم را بپذیرد. رسول اکرم با عادی ترین الفاظ برای این مادر دعا را نشان میدهد که 10 بار بگو سبحان الله و 10 بار بگو الحمدلله و 10 بار بگو الله اکبر و صلی الله حاجتک و از الله حاجتت را پرسان کن. پس در این 10 روزی که ما و تو در اختیار داریم، پس از هر ادای نماز فرضی 10 بار سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفتن و پس از آن دست ها را برداشتن و بر علیه این زاغ بدمور، بر علیه این دیکتاتور عذرپرتار، بر علیه این ظالمه که برای ما و تو نه دینمان را رحم کرده است، نه بر پیرمردمان رحم کرده است، نه بر جوانمان رحم کرده است، نه بر زن این ملت رحم کرده است، دستهای خود را بردارید و دعا نمایید که خداوند در این 10 روزه که تو با بزرگی این 10 روز قسم خورده ای الله از سر ما این ظالم بدگوهر را دور کن. ما با تو ایمان داریم، ما در دعا کردن هرگز استکبار نباید کنیم. ما و مخ عبادت ما و شما دعا هست. استکبار از دعا بدترین جایگاه و حالت برای انسان دارد. پس هرگز استکبار و کبر نورز در دعا کردن. پس آن چیزی که از ما و تو امروز امکان انجام شدنش است که این 9 روزه که در اختیار داریم، این 9 روز میتواند که نهایت رژیم خانمانسوز و رژیم قاتل و رژیم بدگوهر رحمانوف باشد و یا میتواند این 10 روز را ما و تو تغافل نماییم و باز هم برای سالیان سال این زاغ بدمور بالای ما تاخت و تاز ما را به زندان و با ما دههای 307 دروغینش مقاماتش ما را اتهام و از ما صدها هزار روبل با قرضدار ما نماید، خانه و در ما نبفروشه، از ما بگیره و ما و شما را پراکنده و در بدر نماید. یا اینکه با دعاهای خود میتوانیم که این پلید و این کثیف و این مادر به خطا رفته رحمانوف را سرنگون کنیم. چون که الله اگر ما قوی نیستیم، الله ما و تو قوی تر است. الله ما قوی است، اخذ عزیز مقتدر میتواند داشته باشد. الله ما در صبر میکند، نگاه میکند، مهلت میدهد، ولی اخذ الله یک گرفتن هست که در حالی که اصلا اونها انتظار اون یعنی گرفته شدن را ندارند. پس به همین خاطر است که این 10 روز را تغافل نکنید ملت عزیزم. ما و شما در این 1000 نفر و 1000 چند نفر تماشا دارد، 1 نفر دعای مستجاب این ملت 10 میلیونر را نجات میتید. یک پیرمرد، یک جوان صالح، یک خانومی که اون پاک دامن، اون خانوم عبادتگر، اون خانومی که دست شبر دارد و در قطار غربا هست و دعایش را الله مستجاب میکند. دعا کنید در این 10 روزی بزرگ تا الله هر چیز زودتر این پلیدی کثیف مادر به خطا رفته را از سر قدرت دور کند و این ملتی که در پراکندگی در بدترین حالت ها قرار دارند، خداوند این ملت را با شکوه و شهامت و سری بلند وطن برگرداند. ملت تاجیک که قرآن کتاب روی میزیش بود، از آمدن این پلید کثیف رحمانوف حتی از فرزند این ملت میپرسند که تو قرآن میخوانی؟ بله. گفتی کی یاد داد؟ فلانی. باید اون جریمه کرده شود. آیا این است که ملت تاجیک خودش دیگر در آینده مسلمان بگه؟ ملتی که چقدر علما و عرفا و 22,000 عالم صاحب دیوان به تمام امت اسلام تقدیم کرد. رسول اکرم میگه سلمان از من است و من از سلمان هستم.
سلمان آل بیت من است. ببینید رسول اکرم میگه اگر علم در ثریا باشد لناله الرجال من الفرس، مردان از فارس آن علم را میگیرند. اما امروز آیا غیر از این که در دست تاجیک مصرف که یا این که همون میروفتگی و میکندگی دیگر چیزی، آن چیزی که اون مربوط به علم باشد در دست فرزند این ملت میبینید یا نه؟ نمیبینید. چرا؟ چون که رحمانوف این ملت را با یک ملت برده، با یک ملتی که اون غلام و برده شده است با اون تبدیل داده است. یک ملتی که در گذشته شارح، در گذشته محدث، در گذشته مفسر، در گذشته مؤرخ، در گذشته داننده علم نجوم، در گذشته داننده علم ریاضیات، در گذشته داننده علم طب و استاد این علوم، ولی امروز شده شرکه و جمشود. آیا به این کی گناهگار است؟ روش سیاه میکنه در خطای میگه بخونه، ولی چی شرایط مهیا کرده برای خواندن؟ چرا انسان وقت دروغ میگوید باز همون دروغی اصلی اساسی، یعنی که آن چیزی که در کله رحمان و فاز انمو دختر ایشکاشمی، انمو دختر مرغابی را گفت، انمو را گفت، دیگه یگان گپی دیگه نیست. بری شوی تا دختر ای قد شوی تا دختر کلانه تو توشتم بیا برای نشونت بتیم یا برام توت بتیم یا برام بگردانم یا گفتی گپا دگریم برام بدرورم. در عقل رحمان و تنها همین است، دیگه چیزی دیگری نیست. رحمانوف یا پتیوش نیکه گپ میزنه میگه که من در وقت مکتب خوندم معلم زبان تاجیکی نبود، مکتب نبود، ما مکتب نداشتیم، معلم نداشتیم. پس تو در جو خونده؟ من نخوندم. برای هم پتیوتام که بله، پس تو مردم در سطح همون بدونشی خودت برده رسونده. پس تو دیگه لایق این ملت نیستی که ترا یعنی که در طور سر خودش بمونن برای اینها باشی. اگر تو خدمت کنی که هیچ کس همین مردم ترا یعنی یگون گپت نمیگم، همه میبرمادن من تحقیر میکردن. کاری تو چیه؟ خیلی همون مسئله دینی دشمنه، ولی در اقتصادی ما خوبیم، هیچ مشکلی نداریم، ما در نگاه معارف خوبیم، ما در نگاه طب خوبیم. تو چیکار داره که یعنی که پرزیدنت ما را هر گپ میگه؟ مردم خودش میبرمادن میگن. ولی اونانی که از رحمان حمایت میکنن چاپلوسایی که زیر تهدید و فشار کراچی از رحمان حمایت دارن، پس این رو نمیدانیم حمایت کننده، پس ما این را نمیدانیم حمایت. اون حمایت نیست بلکه اون چاپلوسی و از ترس و وحشت است که جامعه عرب این ترس و وحشت رحمان قرار داده است. پس یگانه راه ما و تو ترس را کنار گذاشتن و آن چیزی که فعلا در اختیار ما و توست اون دعا نمودن در این 10 روزی بزرگ. روزانه میگیری توکلت به خدا، برای 5 وقت نماز در مسجد بخون، بعد از نماز که 1 پاره 2 پاره قرآن بخون، دست بردار دعا که سبحان الله 10 بار، الحمدلله 10 بار، الله اکبر 10 بار، ای الله رحمان و بردار، ای الله جمعش که این خری پلیده. همین وصیت پیامبر عمل بکنید که در همین 10 روز ذوالحجه چی چیزی برای ما برمغان خواهد آورد. ان شاء الله دعاهای پی در پی این ملت، این کثیفی که خودش رنگی بقای جفتی وری راه گشته است، بقای جفتی که اون میخرد پره، ولی این بقای کلکوت کش کمش دم قوری صغیره وری گردنش بالون گازی وری ایرا دمش کردگی او کلش کردگی گشته است. هشت سرش نیست، نمیدونه چی بگه پدن علت. تنها و تنها با دعاهای خاشع و خاضعمون ما ان شاء الله که این پیری بدگهر و این پیری فرتوت منافق را از قدرت دور خواهیم کرد و آنی که برای این ملت میتواند خدمت کند اون باید برای این ملت انتخاب گردد و اون هم اگر خیانت کرد باید با خواست خودش از قدرت رود تا اینکه با آل و اولادش لعنت را پی در پی و همیشگی و نفرین را بر دودمان خودش و میراث نبرد. پس ما و تو امروز فعلا کاری که میتوانیم انجام دهیم قرائت قرآن، دعا کردن، 5 وقت نماز در مسجد خواندن، یعنی پس از سلام دادن فرض در حال به سنت نخستن، شیشتن، ذکرات خواندن، دعا کردن، دست برداشتن، دعا کردن و پس از اون خستن سنت خواندن یا اینکه از مسجد رفتن یا اینکه بعد ادامه قرآن خواندن. همین سنت های مهجوره که همیشه مردم ما این تکرار نمیکنن. ما و شما بیاید در این مسئله پیشرفت و پیش قدم باشیم تا اینکه بتونیم کار برای آینده وطن و ملتمون انجام بدهیم و آینده وطن و ملت در دست ما و توست. ما و تو اگر کار برای این ملت انجام بدهیم هیچ کس نمیتواند که آنچه که ما و تو باید انجام بدهیم اون از دست ما بگیرد.
ولی اگر ما و تو خواب باشیم، ولی ما و تو اگر بترسیم، ولی ما و تو اگر هیچ چیزی از دستمون نآید هم دیگر امکان ندارد که اون تحقق پیدا کند. پس این قضیه مهم و اون چیزی است که از احوال این ملت ما و شما باید آگاه و با خبر باشیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، آن چیزی که تا آغازین در آغاز برنامه بود گفتیم، موضوع ما ترس و وحشت و آن چیزی که رحمانوف این ملت با این وضعیت و حالت تا امروز دیگر نگه داشته است. تاجیکستان دولت ترس و زندان که در این مورد ما برنامه های گوناگون داشتیم. ما و شما باید در هر قضیه که وضعیت ما و شما را بازگو میتواند بکند، ما باید چنگ بزنیم تا اینکه وطن و ملت و مردم خودمون از این بدبختی ها خلاص کنیم. در غیر این صورت وضعیت ما هیچ وقت به بهبودی و وضعیت های خوب و نیک تبدیل و عوض نخواهد شد. پس وظیفه ما و تو حال و فعلا در این شب و روز دعا کردن، قرآن خواندن، عبادت کردن و اون چیزی که از الله خیر دنیا و آخرت و رفتن رحمان و از قدرت است که از صدق دعا کن. اگر تو چاپلوس هم باشه در بیرون در حق رحمان و دعا کیسه باشیم، تو حالا میتونی که یعنی که در قضیه خوب دعا کنی، ولی با دعای تو رحمانوف نمیشنوه. تو بدان که حمایت کردن از رحمانوف و دوست داشتن رحمانوف، تو در روز قیامت با او محشور شونده هستی. پس کوشش کن با محشور شوندگانی با رحمانوف در قیامت نباشی. خوب بیننده عزیز گرامی، این بود قسمت اولی برنامه ما و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را در انجام عملهای خیر و نیک با هم شریک میگرداند تا اینکه بتانیم برای آینده خوب این ملت کمر همت بندیم و کارهایی که باید انجام دهیم آنها را در یک جایگی و در فکر و عمل و اندیشمون ان شاء الله که انجام دهیم. خوب بیننده عزیز گرامی، لایک های شما فعلا رسیدن به 200 لایک. بارک الله، یعنی خیلی زحمت کشیدید گفتی گپا در این آغاز برنامه که چند دقیقه گذشت. پس این دلالت بر آگاهی ان شاء الله که شما میکنند. در گذاشتن لایکاتون بار دیگر میگیم کوشش کنید که لایک های خودتون بگذارید که لایک های شما سبب بیشتر شدن عددی بیننده و اون چیزی که باید ما شما انجام بدیم همین است. خب در نظرسنجی که بیننده عزیز گرامی در نظرسنجی اشتراک کردن، فعلا تنها من ندیدم 255 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده و نظرسنجی همی است که یا تاجیکستان به دولت ترس و زندان تبدیل شده است. بله 100%، 4% نمیگه آزادی هست و 96% میگن بله دولتی، یعنی که 100% دولت ترس و دولتی یعنی که زندانه و 4% هم به این عقیده است که نه تاجیکستان دولتی آزادی و آبادی است. خب بیننده عزیز گرامی، یک اعلان داریم در این سمت. همون برادرانی که کمک‌های خودشون تا این دم واقعا دیده استودیت که چگونه کارهای خوب را الحمدلله انجام داده ایستیم در نامه ها. بچه ها فعلا تا برنامه 58 یعنی که 57 آماده کردن، در 58 رسیدن در منتج، ولی شما فعلا 49 یعنی که 49 هم 349 ها تماشا کردید، 350 51 52 53 ولی تا 57 آماده کردن، در 58 گذاشتن و در برابر او برنامه های یعنی که نامه ما را علاهیده نشر کنید تا 53 را آماده است. 52 53 شه حالا چکار دارن؟ یعنی منتج دارن، یعنی ثبت کردیم دادیم و حالا در انتظار منتج هستن که یتش سویتای، یتش پنجای، یتش کراسنادرای، بزای کراسنادر، نغزی بک فیلم تماشا میکنید، بزای کراسنادر، هم این چیزا چی هستن؟ یعنی که از کار کردی همون بچه‌هایی که کارشون انجام داده سیم، چون که هم حقوقش باید بگیره و کارش انجام بده. اما در شتاتمون 2 نفر دیگر اضافه شدگی است. الحمدلله کارها خیلی یعنی به یک شکلی بهبود و خوب رفته ایستند. چرا؟ چون هر چقدر که کارمند بیشتر می شود در انجام کارها ان شاء الله که خوب است. ما همون 1 نفر مدیری واقعی در سایت اصلاحات خواهان داریم
اگر برادرانی که بخواهند یعنی که اداره سایت اصلاحات خواننده در ما کار کنند، منظور یعنی که در نوشتن و در ترجمه و در همین چیزها، پس تماس بگیرن ان شاء الله که هیچ کس از بدن شما خبر نمیاد، نه نامی تو معین است نه یگان کس را میشه، ولی کار باید اهل قلم باشی. باید ما چت جی پی تی را قبول نداریم، یعنی میره بفهمی که برادرانی که با چت جی پی تی میخوان کار کنن، ما چت جی پی تی را قبول نداریم و چت جی پی تی در همون سرجکشی اول معلوم است. لیکن نگاه کنید شما در می مطالبی که در اصلاح چت جی پی تی را در جوش میبینید، برای که ما نه چت جی پی تی خطی کار میکنیم و نه چت جی پی تی برای ما یگان چی دارد. پس شخصی که میتوند نوشته، قلمی نوشتن دارد، هنر دارد، یعنی که همین مسئله در مسئله کار کردن اگر خوب بعد دیگه انشاءالله که کارمون رو میبینیم. یگان معاش خدا خواهد از رسانه‌های تاجیکی بهتر و خوبتر براش تعیین میکنیم، بگذار در داخل تاجیکستان باشد، اصلا مشکل نداره که در است. ما که خیلی بچه‌ها هستن که از داخل از مرکز با ما کار میکنن، هیچ مشکلی ندارن. چرا؟ چون که کارش انجام داده است، با او یگان خیلی نه نامش میبرد نه یگان خیلی مشکلاتی دارد. پس تنها تماس بگیرید تا اینکه کارتون انجام بگذار، تو امنیتی هم باشی مترک کارت میفرم، مشکل نیست. گفتی اون مردک یا کشکو کرده سوخیتی، یعنی که مردک حزب خلقی دموکراتی بود، یعنی که این دخترش در حزب خلقی دموکراتی کار میکرد، گرفتیش هیچ کنه میکنه، گفتی خاصل چیکاری میکردن که خبر دیگه ما کنیمش کنه میکنه. امنیتی اگر باسنی باشه که یگان کار کنی، ما یگان چیز چی نمیگیم برای شما، همین وظیفتون میتونیم کارت هم میکنیم روان میکنیم، ما موندنش میگیرم بچه‌ها. مهم تو کارت انجام بدی، مشکل نداره. تو معاش هم میگیری، معاش هم تر میگیری که خدا نمیفهمی یک جا گرفتهش اوش هم زیق نشه. همون خاطر مهم کارتون انجام دادن در کار با کار میکنیم. با همون خاطر در قضیه کوتاهی نکنید ان شاء الله. ما برادرانی که 24 نفر، یعنی که این برادرانی در 100 نفر 24 نفر و برادرانی که برادران و خواهران، البته چند تاش خواهر است در اینجا، باز خواهر را قهر نکنه، 250 یعنی که 250 یورو، یعنی 17 نفر. اگر که حالا میگم که همون یک تاش که نشید از پره، با همون خاطر حالی هم 17 هست. اگر یک چیزی دیگه بیاید، اگر اون چیزی که ایلو شود همون بعد 18 ممکن بشه و یک تاشون نیم است، نمیتونیم حسابش کنیم که با همون خاطر اگر پره شود ممکن اونم ما 18 حسابش کنیم، یعنی 250 است. ولی فعلا همون چیزی که هست همون. برادران که توسط پیپال میتونید کارتون انجام داده، مرحمت انجام بدید، در امریکا، در اروپا، در هر کشوری هستید مرحمت. در امریکا توسط زل میتونید، توسط پیپال میتونید بگیری روان میکنی، یعنی که حتی از همون داخلی خودی، یعنی که حسابات هیچ مشکلی وجود ندارد. ما کارمون انجام میتیم، کارتون شما انجام بدید و اون ترس وحشتایی که رحمانوف انجام میتید همه اینا سال 21 20 22 که همون کارتای موندگی بدن و اونا دیگه اوتری شکل یگان کس نمیکنه. حوض همین قدر افرادی که کار کرده است از بوم رحمانوف یگان کس فهمید است نه آینده هم نمیفهمه شو. برای چی؟ برای اینکه ما اصلا همون فکری خودی ما نبود. بچه‌های ازبک بودن که کارشون انجام دادن، گفتن ما میبینیم که شما یعنی که همین کاراتون انجام میتید، بیا ما ازبکستانیم، یگان مشکل ندارد، کارتر را دست آدم خودتون بتید، همون حساب هم دست آدم خودتون بتید، ما مردم ازبکستان میخوایم برای شما را کمک کنیم، همین کارتون میکنیم برادرای تاجیکه. گفتیم باشد. خب کارتر را رفتن شدن تا نام همون برادر و بردن تا دست برادر خودمون دادنش. آقا کارتر همه همون چیزا هم هستن که 100 سوم 50 سوم 20 سوم یعنی 200 سوم 1000 سوم همتری. گفتی گپا یه چیزی معین است که چی بود و چی خبر بود. باور که در 3 ماه میشید بعد 60,000 یا 70,000 میشد. این نمیخواه گپ بدید همش دروغ. حالا فعلا چقدر کارای میشه و هزارها بار از او کارتا بیشتر و خوبتر. با بعضی برادرای بود 5000 پارتوفتگی است، یعنی که ها مثلا در چند ماه یک از 5000 پارتوفتگی، یگون خاص 10,000 پارتوفتگی، یگون وقت دیگه تری کارو یکی تری در عموم نه. ولی ایچوی که برادرها در ایجا هستن کار میکنن هزارها برای کارتا که رحمانوف یعنی که پرابلم کیسه است، هر چی که تو پرابلم میکنی پس بو برای ما بهتر و خوبتر میشه. و برادرانی که تو پرابلمشو کیسه ان شاء الله که اونها از زندان آزاد میشوند و میبینیم که چی گپ میشه.
با کاری که تو انجام داده است هیچ وقت مردم تو نمیتونن ترسون در رحمون. و یک برادری که از نمیگم دیگه نام نمیگیرم بهترین بچه ها الحمدلله پیدا شدن. ما لوبای کارا میکنیم، ما از ظلم رحمون خسته شدیم، ما را نمی چیزامون گرفت تک اویلا انه چیزامون گرفت، ما دیگه فهمیدیم باید که یک جا در مبارزه خوش باشیم و کارمون انجام بدیم. همه کاری که رحمون میخواد انجام بدید والله به ضرر خودش تمام شده است، به ضرر خود رحمون تمام شده است و هیچ وقت این کار با فایده رحمون تمام نمیشه. هر کاری که میخواد یعنی که به ضررش تمام میشه. این کار رو میکنه ملیسا رو میگه مردم قاپانسو وقت ترمکایت بعد مبارزه ما دوام نمیکنه، مبارزه ما بیشتر دوام میکنه. مبارزه ما بیشتر مردمی که میخواهن همراه ما باشن اگر هر چیزی که شما میگه و کاری که یعنی که انجام باید بتین انجام داده است، یگان نمود خیل یعنی که توقف در این مسئله نشده است و ما در این قضیه یگان مشکلات هم یعنی که نداریم. هم خاطر فایده نداره ترساندن و وحشت زیر وحشت قرار دادن مردم، یعنی که کاری یعنی که خوب نیست که فکر داشته باشی با این کار تو میتونی که موفق شی و ما را منع کنی. پس این کار این فکرت غلط است. خب در مسئله آلمان معلومات های خیلی خوب رسیده است. بچه آلمان الله برکتتون بدهد و خواهرایی که در آلمان هستید الله برکتتون بدهد، بهترین کارها را انجام داده هستند و معلومات های خیلی جالب است که انشالله که به نزدیکی خدا خواه دیگه یعنی میدونیم چی گپ میشود. به همون خاطر یعنی که آماده باشن انشالله در این قضیه خدا خواه همه بزغلای آلمان پیدا شده هستن و انشالله که برنامه های خوبه. حالا برنامهش آماده نشده است ولی تقریبا 80% برنامه آماده است. بعضی نام ها و بعضی از افرادی که یعنی که من معلومات ناقص‌تر است یک خیلش مثلا 80% آماده معلومات، ولی من در همین 80% مثلا بعضی از جنایت‌هاش دیگه است که نامش از فامیلش نیست، یعنی نمیخوام، من میخوام نام فامیلی، چون که در مقامات آلمانی میروه باید نام فامیلی قطعی بروه. مثلا فیروز چیکار کرده است، مثلا ابوبکر چیکار کرده است، مثلا گفتی که با شریف چیکار کرده است، مثلا حامی چیکار کرده است، مثلا یعنی که امام الدین ستارов چیکار کرده است. همه یارو باید تحقیق ما باید بیاریم. همون خاطر سراسیمه نشه. انشاءالله که برنامه خوبه در پیشه. بله عبدالرحمن. بله میکروفون تگران که برادر عبدالرحمن. سلام علیکم. علیکم السلام. الله خوبی سالمی؟ الحمدلله. بله گبزن بگو نویگاری ها میشه نمیشه توفه بشینید. سلامت باشی برادر. اون نویگریش من علم غیب نمیدونم، یعنی که علم غیب هر کس نمیداند بجز پروردگار. هر کی گوید من همه دانم بود از اهل نار. جبرائیل تا نگفته کردگار، محمد تا نگفته جبرائیل. هم خاطر ما علم غیب نمیدونستیم. رسول اکرم الله از زبان قرآن میگه اگر من علم غیب میدونستم لاستکثرت من الخیر. اگر علم غیب میدونستم کار خیر زیاد میکردم. و علم غیب نمیدونیم. اگر تو بیدار نشی نخیزی، تو یعنی که دیگه مون بیدار نشیم نخیزیم یکم گپ نمیشه و انتظار معجزه هم نباشه برادر. تمام ما کارمون انجام داده ایم و ما علینا الا البلاغ المبین. ما نیستیم یک ترساننده آشکار، ما کارمون انجام داده ایم. اگر تو من هر چی پرسی که کی من چیزی را که نمیدونم نمیتونم گفته. اما برادر بله فهمیدم. هر یک کار نقشه داره کلاکا، چون در این نقشه پیش شما آدم ها بودن، همه‌شون نقشه ها داشتن، سخیمه ها داشتن. در این راه مقصد دیگه همه یکم نقشه یکم سخیمه. نقشه را در برنامه نمیگن. نقشه را در برنامه که گفتی خونسا میشود. رسول اکرم میگه الحرب خدعه، جنگ فریبه. اما خاطر هیچ وقت نقشه تا در برنامه نمیگوی. نقشه در غیر برنامه برای تحقق عملی شدنش باید که اون در غیر برنامه گفته شه. اما خاطر نقشه رو ما در برنامه نمیتونیم گفته. سلامت باشی برادر. سلامت باشید. خب بیننده عزیز گرامی، خواهش میکنیم همه وقت شما در فکر روشینه که از شما ما بیشتر کار داریم. شما همین
کارتون میکنید میره در خونه خواب میره کار. با خدا قسم آدمی که ساعت 8 میبره کار میره ساعت 5 6 میاد در خونش میدرویه او آروم میآید و پشت میپرته گپ میزنه قطی زنش قطی کودکاش یا اینکه هر شک عادی است. حالا ما شب خواب و مبارزه و گپ همه یا همش عقلشن. یعنی که نماز میخونی میرای مشق سپورت میکنی میگردی میای کاری مثلا کارت باید انجام بدی خواب میکنی میخیزی نماز میخونی بعد از اون صحبت کردن گپ زدن برنامه را انجام دادن عملی کردن فقط دسترسی باید یک کار انجام دادن در کار. هم خاطر شما هیچ وقت فکر نکنید که یعنی ما در فکر کار نیستیم ما کارمون انجام داده ایستیم و این کارهای ما انشاءالله که جامعه عمل میپوشن خدا خواهد هیچ وقت فکر نکنید. خوب بیننده عزیز و گرامی رقم واتساپ هست گذاشته شده است. برادرانی که میخواهند داخل شوند میتونه که داخل شد به خاطر یعنی که در واتساپ توسط واتساپ زنگ زدن توسط یعنی که هر چیزی که هست واتساپ و توسط برنامه. خوب بیننده عزیز گرامی واقعا هم بعضی از برنامه هایی که فعلا ما آماده کردیم یعنی که واقعا خیلی عجیب هستن برنامه. یعنی برنامه علی معطوف، برنامه کلیدی غرم، برنامه برای برق، برنامه پنج، برنامه یعنی که کراسنودر، برنامه یک فیض‌آبادی است اون است، یعنی برنامه شکل شیرالی ای برنامه شیرالی کبیر یعنی پیشوای اقتصادیات تاجیکستان، برنامه کامل میرزا علیف، یعنی که برنامه واقعا هم جالبه، برنامه شورخ آماده شده است. یعنی همه اینا معلوماتی که از داخل میرسن او معلومات روش کار کرد میشه و گفته میشه برنامه یعنی که چنون داره شعر گلاموره اونای واقعا هم به خدا قسم اینا رو میخونی خیلی یعنی که آدم فکر میکنه که چی بدبختی باشه. های عمل علیمت و سرکردگی تا کراسنودر تا برای نورآباد برنامه داریم، برای برق برنامه داریم. یعنی واقعا خیلی الحمدلله کارهامون معلومات خیلی جالبتری الحمدلله. برای 5 بچه ها چی معلومات بیشتری یعنی که دارید مقصد من فعلا حاضی چند کاری که برای چیزی که از 5 رسیدگی است. خب ای رئیس ملیسه 5 شمسلا بهرام خب خیلی معلومات های زیاد مثلا رسیدگی روی اون کار کرده ایستیم و روی بعضی از افرادی که ما میخوایم کار کنیم روی محراب. همین محراب پر معلوماتش یعنی که باز معلوماتی از کجا های یعنی که معلوماتش هست ولی نه به همون شکلی که ما میخواهیم یعنی که پر باشد. مثلا در مورد محراب مثلا بهرام نچلنیک دایه نچلنیک آبنون که محراب مثلا بهرام نچلنیک ملیسه و ای یعنی که نچلنیک آبنون محراب معلوماتشون باید که گفتی گپا یعنی دقیق تر باشن. اگر در قضیه برای ما یگان بچه که 5 هستن مرحمت نویسید مثلا شورخ چکار میکنه ای بوار که همه ایو خیلی بوار که دهشت کسافتن به خدا قسم. مردم پس تاوید کردن مردم یعنی که واقعا دهشت است به خدا قسم. این خدره که مردم از یعنی که در مورد علی پیون معلومات لازم داریم بیشتر، در مورد علی پیون، در مورد پرکروری 5 خب هست معلومات ولی معلوماتی نه اونقدر یعنی که بیشتر و زیادتر. پس معلومات را در مورد همینا یعنی که لازم داریم. ما محراب کارش انجام داده یعنی که برادر قربان سعید در این مورد معلومات هر چیزی بسیار چیزاشو من نوشتگیم هم میپرسم بعضی چیزا را مثلا
میپرسیم از مردم تا اینکه ما بیشتر روی اونها کار کنیم. البته حالا فعلا 13 صفحه آماده هست برای نشر، ولی میخوایم که بیشتر در این قضیه 5 بازم بیشتر کار کنیم. پس انشالله امیدواریم بچه‌ای که 5 هستید در قضیه بیشتر ما را کمک کنید تا اینکه بتونیم برنامه‌های جالبتر و یعنی که مهمتر تقدیم کنیم. خب در مورد چند دامساز رستگی که دیگه دردی بسیار هم وزمینه، به همون خاطر دیگه خب همین خیلی چیزی که اومدگی نشرش میکنیم، چون همه اینا خودی همین اویلا پرابلم کرده ایسان مردم. توکل به خدا بیننده عزیز گرامی، لایکاتون رو بگذارید تا سبب بیشتر شدن عدد بیننده گردد. فعلا 236 نفر و 18 نفر یعنی که امروز به اصلاح پادپیساسیا کرده است و انشاءالله امیدواریم که کوبا یک بار دیگه اپدیت کنم. 18 نفر فعلا یعنی که به اصلاح پادپیساسیا کرده است. پادپیساسیا به اصلاح فراموش نکنید. 21 نفر 21 نفر الان یک بار که میگیم یعنی که رفتن میگیرد. به همون خاطر مردم تاجیک باید گفتن در کاره، وقتی گفتیش بعد میکنه یکون کار. همین است یعنی که الله هم در قرآن میگه فذکر فان الذکری تنفع المؤمنین، باید بیار تا اینکه باید آوردن فایده دارد برای مسلمان ها، برای مؤمنان. ان شاء الله امیدواریم که در نظر سنجی هم اشتراک کنید. 321 نفر 97% تاجیکستان چی میگه؟ زندان رحمانوف، یعنی آیا تاجیکستان به دولت ترس و زندان تبدیل شدگی؟ بله 100%. 96% 4% چاپلوس میگه که نه تاجیکستان بیشتر روی دنیای، ولی ای بهشت اون قای گرفتگی که 96% نمیجوازی همین برنامه را اگر یعنی که بس مثلا از 600 بگذرونیمش، پس روی این باید ما هر برنامه که هر نظر سنجی که روی اون بیشتر مردم جواب میتین، پس ما بیشتر روی اون کار میکنیم. پس ما بیشتر روی همون مسئله دقت میتیم تا اینکه مردم بتونن بیشتر مردم بفهمونیم. به همون خاطر در نظر سنجی بیشتر اشتراک کنید، نترسید. نظر سنجی شما را هیچ کس نمیبینه کی آواز داده است نمیفهمه، تنها عدد آواز دادگی و معلوم است و دیگر هیچ چیز معلوم نیست، ولی نظر شما هست در اونجا. پس در گذاشتن لایکاتون در نظر سنجی اشتراک کردن انشاءالله که فراموش نکنید. خب بله واتساپ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله زنده باشیم برادر. خب بله، موضوع مردم در ترس جایگیر شدگن مثل همون سالهای 37 رحمانوف توانست با دار و دستش از همون فرصتی مناسبی که بعد سال 90 اگر بگیریم میره استفاده کرده مردم ما را خوب به ترسوگی برد. در این ترسوگی برای ما پدر و باب ما هم گناهگارند. همه ما فرزندا را هر وقت گفته میسن که مونه که همین جنگ نو خلاص شدیم فلان ایتر شد. خب مردم یک زندان بزرگ مردم گرفتگی است. این روز نه روز خدا خواسته باشه این زندان انفجار می شود. این مردم انشاءالله میخیزن روز نه روزی، ولی که افسوس بسیار بسیار بدرد شاید که از هر یک محله هر یک عائله یک نفر فرزنداشون گم شود، در عسکری کشته شود، از یک خانواده یک در پبیک گرفتار شود، شاید بعد این مردم بفهمند. ولی که این راهی حل فقط همین سرجمی مردم است. سرجمی مردم شما هم چندین بار گفته فقط در زیر یک بیرق اومدن نیم، مثلا همون را بد دیدن، همین او که در برنامه گفتید بد دیدن که همین را واقعا مردم به دلش بد ببیند. انشاءالله که همین سرکلافا می شود. ولی من برای رحمانوف یک چیز میگم ایرا من قایل میشم. رحمانوف اگر همین
شهباز رجب‌زاده را از همون زلی سود جواب نمیداد و ترمه میکرد، من باور کنه طرفدار رحمانوف میشدم. اگر اسمت دولیکا با این قدر پولایی که دوزی کرد او را با چند سال دیگه ترمه میکرد، من هر برنامه برآمده مقابل شما گپ میزدم، آشکارا رو من نشان داده گپ میزدم، جانبداری رحمانوف میکردم. ولی که رحمانوف همین خطای نمیدونم چی بگم، یک خطای سختی کرد که تمام مردم دارن استاسته مقابل او شدیستن، از داخل خودش، از داخل همون کسایی که در اطرافش هستن، خدا خواسته و شایی هم تا شدیستن. این صفحه چاپلوساش هم الحمدلله میبینیم که نیست. آوازی من هست برادر؟ بله 100% آواز هست گوشت کیسیم. بله گبزه. مقصد که خودی همین چاپلوساش هم دیگه که الحمدلله در بین نیستن. فقط از خداوند تعالی یک چیز میخوام، همین نمرده و بینیم زنده بینیم که همین رحمانوف در همین زندگی خودش یتیموف چنان باب کنه که مثل همون که بعد سر ستالین اونو بیری را کردن که من میخوام که فقط همین یتیموف در زنده بودن رحمانوف کنن، چنان آنتی پارتی کنن، چنان شرمنده وار همه خانواده‌اش بگیرن، همه مال خانواده‌اش بگیرن، همه داماداش ای کجای باشن بکشن بیارن، تمام مال و محصولاتشون رو بکشن بگیرن. چنان من خرسند میشم از خداوند، فقط همین چیز را طلب دارم حضورت. از رحمانوف را دیدم من بسیارتر برای یتیم و دشمنم، چرا که رحمانوف به این درجه ملکه سیاسی که مردم در چیز بیارد، در این حالتو بیارد نداشت. خب بود یک برزگو بود، بله یک زرمزراکی بود، ای از پشتی همون سنگک سفروف و دیگر آمدگی بطور بیار، لیکن به این درجه خیلی خود نداشت. این یتیم بود که این کارو کرد. من هیچ وقت طرفدار رحمانوف هم نیستم، لیکن یک راه دارد که اگر رحمانوف همین شهباز رجب‌زاده و اینمی اسمت دولیک و حسن اسدالله‌زاده و اونا باید چند قینی داره، اونا باید چند تشه بگیره ترمه کنه، من طرفدار رحمانوف میشم. نه اینکه من صدها هزارها برادر محمدی بول به خفگی یگون کس پشتی تو نمیسته دیگه، ولی که من رحمان خودش بعد از تا میکاره کدیستن. خب همین قدر گفتنی بود. سلامت باشی درسته یا خدا کرده که فهمانی مردم. بارک الله برادر، بارک الله. درسته 100% راست میگه برادر، یعنی که همین است عاقبت وضعیت و حالت ما. خدا کرد که انشاءالله این ملت و مردم و یک وضعیت خوبتر انشاءالله که گرفتار کند این رژیم خونمانسوز رحمانوف. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در جمله افرادی که بتونیم برای این ملت وطن کارهای خوبتری را انجام بدیم. خب 7+70. سلام علیکم برادر محمد اقبال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر. برادر محمد اقبال والله قسم وقت برنامه را گذاشتی به خدا قسم ای خونه 100 کیلومتر اوسنم 100 کیلومتر اوس کار منم خاطی بچه‌ها بدم. من به خدا قسم شما خوندم را حقیقم خونه اومدم برای برنامه به نام الله. بچه‌ها همش دو سلام گفتم برادر محمد اقبال. سلامت باشی. سلام برادر. نصیب کنه برادر محمد اقبال در اون بلندش کوشم ان شاء الله رحمان. برادر محمد اقبال، برادر محمد اقبال چی گفتنیم؟ این ترس همی که رحمانوف سنیه سمیه خودش مردم هم کورکاگی هم کار یک سمیه چی کار کنه این مردم نمیشنوش نمیبینش. این میایروی ترس های برادر محمد اقبال. بله 100% در یگون شک نیست. بیای نه این مردم بیای به نام الله اگر آزادی میخواه کو آزادی میخواه این در عید پروردگار این رحمان فقط گده سفر های این در ان شاء الله رحمان و سری بلند وطن نبگذرونی.
چانتامو میبره ترمامینه، چانتامو میکشه. والله قسم میگریزه برادر محمد اقبال. درسته. درسته. دیگه نمیتونیش برادر محمد اقبال با خدا قسم میره چی بگوی. هر چیزی که میگهش این لایقه، هر گپی که به این مردک میگه این مردک لایقه. این یگان جوی یعنی که پوشیدهش در این نیست که این مردک لایق نباشه. این مردک این مردم برادر محمد اقبال، این مردم کو غمدل کاگیایی. این رحمانو، این رحمان فوقی پدر هر روز نگاه کرد 3 سال داد مردش میآید. چویا برامور تاشوانا میکوی. درسته. ای بر پدر نعلت را رحمانو. اون روز یاد چه تماشا کنم یا سالدت دخترا میگن که برادر محمد اقبال از تاغون خورده است. از تاغون. این رحمانوف، ای پروردگار رحمانوف، در این دنیا هم شرمنده باشی، در او دنیا هم پروردگار رحمانوف. آمین. آمین. پروردگار دعا می‌کنیم که در می عید قربان پروردگار فقط در سفر باشید رحمانوف. در سفری گفتی گپو پیشی الله سبحانه و تعالی هر چی تیسر ملک الموت روان کنه یکی باز یک میشه مخموی را قپیدنیم بعد وضعیت بیزه میشه. ما میخوایم که قپیمش لعنتی را ما میخوایم قپیمش نمیدونیم دیگه چی کنیم. یه بار میگیم زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر گرامی. الله حفظ کنه. سلام ما را به بچه‌ها برسون ان شاء الله. بارک الله. سلامت باشی. خوب بله بیننده عزیز گرامی، واقعا مردم از رحمان خسته شده است دیگه. این اون جای پنهانی و پشت نیست که مردم دیگه رحمان خسته شده دیگه. ولی خستگی را باید ما و شما به شکل نشان بدیم که مردم واقعا رحمان خسته شده دیگه و خسته شوی از رحمان و عمل باید تحقق پیدا کنه. صد درصد. خوب ما میبینیم فعلا پیش مایرم بروه نکس نشته است در برنامه فقط آدمای تکراری. ما برنامه آزاده، اگر هر کسی هم که اشتراک کنه اشتراک میکنه. ما برنامه یگان ساخته نیست که ما یگان کس دعوت کنیم که بیا تو اشتراک. برنامه عمومی ای میتونه هیچ کس اشتراک نکنه. کپومو میزنم مراجعتمو با مردم میکنم خلاص. برنامه ما همی است. برنامه یگان ساخته یگان کس دعوت کنیم گپ زنن تری برنامه نیست. برنامه ما برنامه آزادی است که هر کس میتونه بدرویه، میتونه بدروی آدمی که یک گپای میزنه که در قطعه طور نیست. ولی برنامه خوب دیگه قبوله. این گپ گوش میکنیم. اگر گپش یعنی عمومی برای مردم باشه قبولش میکنن مردم. اگر گپش یگان گپی باشه که باید از تنی مردم من گپ زنم من گپ میزنم. ولی به شکل نیست که ما برداره که در اینجا می نویسید در مورد فیروز یا که در مورد ابوبکر یا در مورد شریف و را شما یک کرکنی در اصلاح بنویسیم. ما معلومات را جمع کرده ایسیم. پس هم معلومات هایی که دارید، پس همون تهدیدهایی که شما را کرده ایسن، یعنی که اونو لازمن برای ما. همون تهدیدها خاصتا مهم هستند چون که اونها باید همش ثبت شوند و اونها باید همش یعنی که به ملت و مردم تقدیم شوند و به مقامات. به اون خاطر همه این چیزا رو شما باید در اینجا برای کمیتر یا ننویسید. شما باید در چی بنویسید؟ در یعنی که لیچکوی مو در یعنی که اصلاح خودش بنویسید. البته از خود پیوندم بچهای خوب هم دارن که تماس میگیرن، پیوست میشوند، گپ میزنن. اونو میفهمند که عاقبت بد داره این پیوندش. و ما هم یعنی که واقعا هم خیلی خوب است. ما با مقامات اونجا میگیم که اینو همیشه که تماس میگیرن آدمای بد نیستن. یعنی اینو خوب معلوماتای لازمه رای داخلشون میتین. اما از داخل پیوندم بچه‌ای که با مقامات آلمان خودش شناسایی کردگیم که تو اینکه برای من خودشون معلومات داخلیشون رو بتین هستن. این چیزا را ما یعنی تشکیل کردیم. هیچ مشکلی وجود نداره.
خب دیگر بعضی از افرادش هستن که اونها با امر و فرمانی، یعنی که سه حرفا کار میکنن، سه حرفای او طرف و فرمان هوش نمیگیرن، اون چیزا رو میرسونن که چی کار کرده ایسن. اما خاطر شما تنها و تنها معلومات رو به ما ارسال کنید تا اینکه ما در شکل یعنی مدلل اونها را تقدیم کنیم. مثلا در مورد افرادی که نامبر کردیم، در مورد سید احمد محمدجانوف بچهش آدم کشتگی از حالت در غرم زدگی، این همین معلومات پره برای ملازمه تو اینکه روی این کار کردن در کره برای پلکونیک سید احمد محمدجانوف که خطر بچه رحمانوف، خطر بچه رمضان رحیم زاده. خب معلومات رو روان کنیم، ما انشاءالله روش کار میکنیم. در مورد عمر علیمتوف برنامهش آماده است، انشاءالله که بروزای نزدیک نشر میشه و چی کار کردگی است. همه این چیزا یعنی که اول تحقیق میشود، روش کار میشود، چون که وقتی که در ما مقاله نشر شد و مقاله رو چت جی پی تی هر کس میگیره، کپی میکنه میمونش، ترجمه به زبان خودش میگیرش، هیچ مشکلی نداره. مهم نشری برنامه است. مطلب وقتی که نشر شد اون برای افرادی که میخوان اونا کار کنن روش، یگان مشکل دیگه نداره. حوزه علم پیش رفت، از دنیا پیش رفت، از دیگر نیاز به این نیست خودی سایت میدروی میچقیش به هم زبان خود ترجمهش میکنه میتیه. پس یکی از اولویت های اصلاح همین است که هم مقاله هست و هم ویدیو. بعضی آدمایی که خارجی هستن ویدیو را خب البته با ترجمه تماشا میکنن، ولی وقتی که مطلب است اون دیگه مطلب واقعا میسته. و هر نفری که در اصلاح نشر شد بدونه که یعنی که اون جنایتکاری که هست حتما روش کار کرده می شود از همه طرف. خیلی خوب. خوب میگه درباره اسفندیار که تحقیر میکنه. خوب دیگه اینا وظیفه شون هست برادر گرامی، اینا تحقیر کردن، برای اینا حقارت کردن وظیفه شونه، ولی سباب مسلمان فسوق است و قتالش کفره. یعنی اینا معلوم هستن، خداوند هدایتشون کنه اگر لایق هدایت باشن، ولی اگر اینها لایق هدایت نباشن خب دیگر معلوم است که وضعیت و حالت به کدام شکل است. خب در مورد امام الدین ستارف معلومات های خیلی جالب رسیدگی، در مورد امام الدین ستارف معلومات های خیلی جالب، در مورد حامی، در مورد یعنی که امید. خوب بچه های پیوند با هر شکل کارهاشون رو انجام داده ایسن، یعنی که به هر شکلی که هست تو به هر طرزی که خواهی جامعه میپوش، من از طرز خیرامت میشناسم. خداوند اینا را به هر شکل یعنی که زدگی شونه. وقتی که الله سبحانه و تعالی زد آدم، اون به همون شکل بعد گرفتار میشه. وقتی گرفتار شد دیگه هیچ چیز رو فراموش نمیکنه. از پیوند بچه ها را در آلمان زنگ میزنه، تهدید میکنه، یعنی که من تهدید میکنم، منو تهدید میکنم، ما میدونیم تو کی، دگی جای پدر مادر دگی جای، یعنی در اون کار دارن تا اینکه معلومات به مقامات اوجا بتیان و اونا در اوجا باید چکو کنن خشتواری که اولادای این آدمای در ایجا بودگی را عذاب دین. و همون خاطر شما حالی هم سرکاتون رو پس کنید، در پیشاشون بره پلشون بتیه، برای قربانی پلشون بتیه تا اینکه اونا بگیرن بطلبن، بعد برند پلش مراد، یعنی که گرفتاری هزار مشکلات پرابلم هستن در اونو مصرف کنن. خب دیگر معلوم است. پس شما باید قربانی تا خودت بکنی، یگون کسی دیگر نخواه که بر رحمان رو قربانی بکنید. رحمان رو خودش زیدی دین تا زیدی فرهنگ تا شرم نکرده با یعنی که با جهان را روی کنه که فیروز خطی جهان را بگیره، یعنی که قربانی کنه ایزا بکشه. توبه کن خدا. یک بسیار گپا انشالله که خدا خواه در برنامه ها بعد با حتما یعنی که دقیق تر خوبتر شه خدا خواه میفهمید. هیچ چیزی اینا یعنی که پنهانی نمیموند و هیچ کار اینا یگان کار اینا یعنی که پنهان نخواهد موند. در نظر سنجی ماشاءالله قریب 400 نفر آواز خودشون دادن، ولی
نه آزادی هست با 5% رسیده است. 5% میگن نه تاجیکستان آزادی است. اون گپ نیست. و 95% دیگه یعنی که چی است آواز دادن، یعنی که تاجیکستان 100% دولت زندان و یعنی که دولت ترس است، دولت ترس زندان است. و 5% میگن نه تاجیکستان آزادی است. پس همین خودش دلالت بر آزاد بودن میکنه یا آزاد نبودن. این انشاءالله که مردم خودش باید دیگر تشخیص کنن. خب بله. خب بیننده عزیز گرامی، تا اینکه یکون کس می‌دروید صحبت میکند، ما بیشتر باید در منزله همین یعنی بزرگ داشتی این 10 روزی بزرگ یک کمی دقت جدی بتیم. یعنی بهترین روزهایی که نزد الله سبحانه و تعالی قدر و منزلت دارد این روزی، این 10 روزی همین ماه ذوالحجه هست و خود روز عید که البته روزی بزرگ است، روز نحر، روز قربانی و تقرب به خداوند. این یگان این مسئله نیست. و 9 روز دیگر یعنی که روزهای عبادت، روزهای عملهای صالح انجام دادن، این همه کارها برای چی است؟ به خاطر تقرب به الله. آیا ما سال آینده یعنی که چنین روزها را زندگی میکنیم یا نمیکنیم؟ یعنی به همون خاطر باید فضیلت این 10 روزه یعنی که بیشتر بدونیم در انجام عمل همون، انشاءالله که هیچ کوتاهی نداشته باشیم. خوب، پس عملهای صالحه در این 10 روز انشاءالله که بیشتر انجام بدیم و روزه گرفتن روز عرفه سال گذشته گناهات می بخشه و سال آینده گناه ها را می بخشیده می شود. یعنی که حدیث صحیح بر روایت امام مسلم بکفر سنة الماضیه و الباقیه، یعنی که سال گذشته و سال آینده. پس به همون خاطر در روزه داشتن این 9 روز یعنی که تلاش کنید و اگر هیچ نمیتونید لااقل روزی یعنی همون دوشنبه و سه شنبه که هست، سه شنبه روز عرفه است، البته روز 20 چندم می شود؟ روز 26 می شود. بله، روز 26 روز عرفه است، روز 25 روز دوشنبه و سه شنبه. اگر هیچ که نمیتونی، اگر که میتونی دوشنبه، پنجشنبه، دوشنبه، مثلا سه شنبه، 4 روز که تقریبا 50% چه گویا که روزه گرفته. هر چیزی که امکان انجام دارد پای در پای روزه بگیرید، یک روز در مابین بگیرید یا اینکه هم روز شب بگیرید. پس اینها همش در یعنی اختیار شما هست و شما میتونید که یعنی این کارها را ان شاء الله که انجام بدید. سلام علیکم. بله واتساپ. الو واتساپ. بله صداتون پسته، نمیاد صداتون خیلی پست است. خب برادرانی که اگر که بفهمه که یگان مشکل نیست میتونید که صحبت کنید، یگان مشکل ندارید، ولی اگر صداتون نمیدونم خوب دیگه اینو باید خودتون تشخیص کنید. نوشته که اجازه است. سلام علیکم. بله شما در برنامه هستید، فرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. رحمتی کلان استاد، خداوند عمرتان از یاد بگردانم. من دو سخن میکردم برای می رژیم رحمانوف. زیاده امره دارم در پیش من مقصد یک گپ میزنم. میگه در جای ما شورتی پوشی نسکی سفید داشته باشی اشتراف میکنن تا کدام درجه مانده خیلی که دیگه اینو وظیفه شون هم تریه. اگه چی معنی داره ای کار؟ نفهمیدم. اگه چی معنی داره ای کار؟ مقصد یک اسلوبی نوی دیگه ایده. مقصد دیگه مردکار نمیدونن با کدام راه بترسونن. اوجه آمدیم اوجه شورتی کشی اگر همی برو که کم تر کالته نسکی سفید اوجه اشتراف میبرن تا اشتراف میکنن دم خیلی ترسوندن. اگر زنکو به شرط مینی یوبکا پوشن اشترافه دخترها
که هیچ نمیکنن. این برو مجبور میکنن که باید کرتای کالتا پوشی و روی مال نکنی و مثلا شده. ها که رحمان فباید لو خیل نکزد کنه مرد کاره همین دیگه. هر چی قدر که خب کنی بشینی هم قدر ظلم بالای ما و شما بیشتر میشه و پس خودمون باید دیگه فکرمون بکنیم. سلامت باشه برادر، خداوند عاقبت این ملت به خیر بگرداند. واقعا خیلی دهشت است. سلامت باشه برادر. خب بله، سلام علیکم. بفرمایید اب ساتور. میکروفون تا گرون که گپ زن. میکروفون تو نگیرون کنه گپ زنی. در برنامه داخل شده نمیدونم. عبدو ساتور. خب میکروفون تون گران نیست، گپ زده نمیتونید برادر شما. خب بله. خب 415 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند، 261 نفر آوازهای خودشون دادند و برادرانی که در پیپل 2 نفر فعلا سهم خودش گذاشته است بهترین. پس سهم خودتون همین شکل در پیپل هم میتونید که گذاشته. خیلی خوب. بچه ها را یوبکاپ چی میگن، شورتک پوشی نمیمونن. سلام علیکم. خلق حیاتی نو خیزاندستیان مجبوری خانه نمیتیانشون. اول گفتن خانه میتیم، حاضی بخشا پول میتیم میگن، پول میدودگیشون 1 کوادرات متر ده $730 میتیان. خلق باشه گریه و نولان التماس درباره حیاتی نو یک برنامه. بخواه اگر مردم حیاتی نو خودشون ننویسن ما چخیل برنامه کنم؟ مردم حیاتی نو باید خودشون بشینن یا بسوا چا بگیرن، یعنی دست یک از به عقل یا طرف بیستن بشینن کیای نامخامور چپا کرده است از چی گپای همه رو برای ما بنویسن. اگر اونو که یعنی که ننویسن ما از خودمون برنامه نمیتونیم کردن. ما یگون برنامه من ای خودمون نیست، مردم می نویسن معلومات میتیه بعد ما برنامه میکنیم. مردم باید این کارا بکنه. خلق حیاتی نو هم مجبور شون دارن امام علی مشینیک در بارشون برامد. آخه من میکنم برامد، بله باید اونو بنویسن، خودشون بنویسن حتما انشاءالله که ما چی میکنیم. خب بله، شما هر چیزی که میتونید بنویسید. وقتی که می نویسید حتما او چند برادر که از آلمان هستن انشاءالله که من امشب حتما همراهتون صحبت میکنم. 3-4 نفر نوشتگیان انشاءالله بنویسید. شما ما برنامه بیشتر و بیشتر هم که بکنیم اگر مشکلی وجود نداره. ما انشاءالله که هم چیزی که میتونیم میکنیم. خب بله، ایوبی بوتیلکا، بله بفرما. سلام علیکم. گپ زنی برادر. برادران نمیدونم اگر مشکل باشه توسط برنامه در روسیه باشید گپ زدن نتونید، پس با واتساپ زنگ زنید، واتساپ وی پی نگیرون کنید گپ زنید. یا کی گپ زنید در برنامه داخل میشه. چند نفره میدروین یا صحبت کردن متن یا اینترنتشون بزیبه. بعد چی کنی انشالله بعدی برنامه حتما من با 2 نفره که پیشکی وعده گذاشتگیم اول با اونها باید صحبت کنم، بعد بچه‌ای که بعد از اون هستن میتونیم صحبت کنیم. یک برادر دیگر نوشته است در مورد بله واتساپ، بله
صداتون باور که بسیار پسته. یعنی من همین صدای خودم نمیدونم چرا صدات پسته. السلام علیکم حضرت. علیکم السلام. انا نو صداتون اومد. بله علیکم السلام. مشکل. بله بله صداتون هست. سلامت باشید مانده نشید حضرت. سلامت باشید. استعفا رحمانوف گوری مریم در گیرد. آمین. حضرت یک چیز پرسم بخشش. همین قربانی را مال پیش از عید میکشن یا بعد عید؟ بعد از ادا کردن نماز عید. بعد از ادا کردن نماز عید میتونید تا 3 روز بکشید. یعنی یکم روز، یعنی روز عید تو بگیره، یعنی بعد از عید روز دیوم عید، روز سیوم عید. بعضی ها حتی روز چهارم میگن، ولی بهترش از همین 3 روز نگذرونید. یعنی ایام تشریق 11 12 13 27 28 29 27 28 29 همین 3 روز قربانیتون بکنید. یعنی یگان مشکل نداره. بهترین حضرت نامه ها، بهترین برنامه، بهترین حضرت و پیش گوری مریم در گیرد. یک بار دیگه رحمان و استعفا. سلامت باشید. بچهای سوخت ماشاءالله بهترین کارا را انجام دادن. آرام تیخه دستا را پیش بر گرفته در پیش رحمانوف کارشون انجام دادن. بهترین کارا را انجام دادن. خدا خواه میگم همه شاعر و نویسنده قاری قرآن هم از سوخت و پنجکین. ممنون میگم مخی بهترین کارا را انجام دادن بچه‌ها. خداوند برکتتون. سلامت باشید حضرت. زبانتون خسته نشد حضرت. همه میخ به پیش. سلامت باشید برادر. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. واقعا بچهای ولایت سوخت کارشون خوب انجام دادن. واقعا خوب انجام دادن. این بدون شغل میگه ما انقلاب ای کلوب میکنیم، انقلاب ای قرغان میکنیم، ای غرب میکنیم. نه باور که بچهای کلوب قرغان، یعنی که غرب باور که همتون یه طرف شدگی از بچهای سوخت بهترین کارا را انجام دادن. من اونها همشون یعنی که میدونن به کدوم شکل کارشون انجام بدن. چرا؟ چون به عقل هستن، میتونن یعنی که یگان گپی غلط نمیزنن، کارشون میکنن، نه اشکار میکنن خودشون. یکی از سیاست حرکت اصلاحات خواهان هم اشکار نکردن بیشتر است. اعضا یعنی که اشکار نیست و کارمون همین خیل میکنیم. چرا؟ چون که ما در حالت اکسترنی قرار داریم و در حالتهای اکسترنی باید که حالتهای چیرز و چینی، یعنی که وضعیت باید به همین شکل ها باشد. انشاءالله ما کارهای بیشتری میتونیم انجام داده و در این هیچ شکی هم نداشته باشید. خب بله انشاءالله که روز به روز مبارزه با یعنی که فضاهای دیگر میگذره. اون فضاها از فضاهای معلوماتی و این دیگر الحمدلله مردم چهره و شخصیت همه رحمانوف فهمیدگیان. به همون خاطر به هر شکلی که ما کارمون انجام میتیم اون ما نگاه داریم که به کدام شکل میتوند بهتر برای ما تمام شود و انشاءالله که کارهامون یعنی به شکل‌های خوبتر، به شکل‌های جدی‌تر، به شکل‌هایی که یعنی برای ما امکان انجام عمل کردی بیشتری باشد. خداخواه کارمون انجام میتیم. به همون خاطر همه وقت در انجام عمل‌ها انشاءالله که کوتاهی نباید داشته باشیم. خداخواه این 10 روزه به خوبی بگذرونیم در دعا کردن، در عبادت، در اعمال خیر بر یعنی که هر کسی که امکانی انجام کاری خیری برای همسایه‌اش، برای یک کم بغل، برای هر کسی که دارد انجام بدهد. این روزها روزهای بهترین سال و روزهای هستند که اجر ثواب و پاداش بیشتری برای هر یک قدم ما دارد. انشاءالله که هیچ کوتاهی نداشته باشید، کوتاهی نکنید تا اینکه الله سبحانه و تعالی از ما و شما بپذیره و آنچه که ما طلب میکنیم از الله در این روزها الله ما را یعنی موفق بگرداند. خب 41 نفر به اصلاح پادپیساسیا کردن. پادپیساسیا خودتون ادامه بدید. انشاءالله که ما و شما میتونیم بیشتر کارهایمون انجام بدیم. خب بار دیگر تکرار میکنیم به ژورنالیستای واقعی کسبی که یعنی که امکان کار کردن دارن، یعنی معاشی از اون برادرایی که فقط تنها کارشون نوشتن هستن و فارغ هستن میتونن کارهای انجام بدین. پس تماس بگیرید تا اینکه
یعنی که وظیفه هایی که میتونید انجام داده و معاشی که سال در تاجیکستان براتون میتین از اون بیشتر، از اون خوبتر. خداخواه ما کوشش میکنیم که بچه‌هایی که یعنی که در حرکت، در سایت یا حرکت کار میخواهند بکنن، خداخواه اینا تشکیل میکنیم تا یعنی کارهامون رو انجام بدیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال تا برادر متوجه نشدیم. میگه در هر هفته سی که سلام علیکم میگوی، یعنی که رسول اکرم میگه افشوا السلام بینکم، سلام بینتون افشا کنید با شخصی که تعریف و یعنی که نمیشناسیش، میشناسی و نمیشناسیش، افشای سلام است. سلام علیکم و رحمت الله، یعنی هر سلام گفتگی تا اجر است و تحیه باید با بهتر یا با لفظی بهتر گفته شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ده هر یک لفظش برای تو ثواب معین است. 10. سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نگاه کن، 30 ثواب گرفتی، 40 ثواب گرفتی. ولی وقتی سلام علیکم تنها میگوی، اون یک مثلا سلام بر شما، وقتی که گفته رحمت الله و برکت الله با تو، پس با فضیلتش بیشتر و یعنی که تحیه بهتر، سلام بهتر گفته شود و پاسخ سلام هم هرچی بیشتر میگوی هم قدر تو اجر داری. و در خانه در آمدن وقتی که تو با زن جنگ میکنی، با خانواده جنگ میکنی، همون شیطانی که از قفای تو میدروید، این شیطان جینی، یعنی اون ضررش برای شخصی مسلمانی واقعی کمتر است، چون که کید شیطان ضعیفه، ولی کید یعنی که وسوسه هایی که در دل انسان دوخته می شود، خب درست، ولی اون وسوسه میدوزه کار میکنه. ولی وقتی در خانت میدروی، تو کسی را دیدی ندیدی، درکی کشودی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگو، بدرو. پس همون شیطانی که از پشت تای تو را وسوسه به جنگت میدوزه، وقتی در خانه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتی، همون از قفای تو برمیگرده و تو در خانه با سلام و رحمت و برکت الله وارد میشه. پس هیچ جنجال دیگه در خانه تو نمیشه. وقتی که با زنت بگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خوش آمدی، پس بهترین چیز برای تو اونم برای تو رحمت و برکت الله خواست. وقتی تو رحمت و برکت الله به خانوادت خواستی و خانوادت رحمت و برکت الله به تو خواست، پس کی از مقابل رحمت و برکت الله میتوند ایستادگی کند؟ هیچ کس، نه شیطان یگان چیز. پس همین چیزا رو استفاده برید. وقتی در خانه وارد میشه، هیچ کس هم نیست، حتی تراوی کردی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگو، بدرو. پس همون شیطان از پشت خود در میمونه، نمیدره یقتیته. اون سلام دادن این فضیلت خیلی زیاد داره. پس در اینجا همه وقت کوشش کنید در افشای سلام و گفتن سلام کوتاهی نداشته باشید ان شاء الله. هیچ فرموده های اسلام بدونی یعنی معنا و ماهیت نیست. همه حیات، حتی انسان در همه عمل کرده که در یک شبانه روز انجام میتید، سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون یعنی که سخن گفته شده هست. حتی وارد شدن به حمام یا دستشویی یا حاجتخانه و حتی خارج شدن از او، داخل شدن در مسجد، بیرون شدن از خانه، در ماشین شیشتن، یعنی که همه اینها دعاهای خودش دارد. وقتی که تو همون دعاهای مسنونه را انجام میدی، مثلا تو ساق و سلامت میبرای خانه، تو در ماشین شیشتی دعای رکوب دارد، تو در هواپیما شتی دعای رکوب دارد، تو در یعنی که اتوبوس شیشتی همون دعای رکوبی که سوار شدن میخونی. وقتی که وارد کارخانه میشی سلام میگوی، وقتی که از اونجا میبری باز دعای خارج از منزل یا که خارج از اون دعای وارد شدن به بازار. یعنی همه اینها چی دارن؟ یعنی که سخنان معصوره و مسنونه از رسول اکرم هستند که توسط اینها شما یعنی که خودتون حفظ میکنید. وقتی بگند که تا یک جو ماشینت را استراحافکا میکنه، اگر ماشینت زد راستش میکنه، میره میگویی که همین کارا بکنم، اگر بفهمی که واقعا استراحافکاش خوب است، یعنی تو اونجا میره میکنی. چرا؟ چون که تو میدونی یک اگر اگه نشست نیست و چی شد، حادثه ناخوش شد، تو پول میگیری، یا اینکه بگند که تو سلامتی تو در فلان استراحافکا میره استراحوانی میکنی، اگر اگه کسل شده پولش هم میتیاد میره استراحافکا میکنی. ولی الله تو را به پول میگه، با زبانت همین گپا را بگو تو اینکه من تو را حفظت کنم. ولی ما تو نمیگیم، بعد از اون در پرابلم هم بزنیم، بعد از اون بگیم که چرا هم تری شد، دختر ماجین زد، بچه ماجین زد، این تری شد. وقتی که تو در همین حالت ها
یقینا کارت انجام بدی، پس تو بدان که هیچ مشکلی برای تو دیگه وجود نداره. تنها انسان باید طبق سنت رنگ فیروزی، یعنی که گرمان یکنی بگوی سنت یگان معنی نداره، قرآن فقط مهمه، در حالتی که قرآن تو بدون سنت فهمیده نمیتونی. نه واقعا هم اول همینطوری افراد اول گمراه میشوند، اول یعنی که از اسلام مشکلات پیدا میکنن، بعد از اون میروند گمراه میشوند. در یعنی که اول داعشی بود، ای داعشی اومد گفت گپو نیم کلا سلفی و نیم کلا یعنی که به این طرف شد، بعد از اونجا اومد با قرآنی شد، با از قرآنی اومد طرف رحمان شد. اینا بیستی فکر کنی که یه آدم وقتی که گمراهش کرد خداوند نمیتونه گمراهت میکنه. از سنت دور شدن نمیتونه گمراهیه. وقتی که انسان از سنت رسول اکرم دور شد نمیتونه گمراه میشه. برای همین خمیگم شما هیچ وقت فکر نکنید که از سنت دور شدن یعنی که با منفعت تا، هیچ وقت با منفعت تا نیسته، با ضرر شما میتونه شما شود. پس اخلاص در همه عمل کردی که ما شما انجام میتیم، یعنی خالص به خاطر الله انجام دادن کار، برکت در کسب کارتون داره، برکت در کسب کارمون داره. و همون خاطر در همه عمل کردمون باید ببینیم که ما در کدام حالت قرار داریم. در حالتی که قرار داشته باشیم، اون حالت میتوند که حالت ما خودمون تغییر باید بدیم و تغییر دهنده اون حالت من و تو هستیم. میتونیم ما با عمل کردمون، با گفتارمون، با کردارمون، با یعنی که پیندارمون، با هر چیزی که امکان انجامی همون کار هست، ما میتونیم که یعنی که با عمل کردمون اونا تغییر بدیم. پس در این دست خود ما اوتست. ببیننده گرامی، 1900 نفر توسط فیسبوک و دیگر حدود 3080 نفر تماشا دارن، 3070 نفر تماشا داره، ولی لایکاتون در یوتیوب واقعا خیلی کم است. لایکاتون بگذارید تا سبب بیشتر شدن عدد بیننده و آگاه شدن از موضوعات مهمی که در هر منطقه هست ان شاء الله که داشته باشن. کوتاهی نکنید، کوتاهی کردن برای ما و شما ضرر دارد. هر چقدر که ما کوشش میکنیم همون قدر به منفعت خودمون است. یعنی که لایک شما برای ما چی فایده داره؟ لایک شما برای دیدن یک برادر ناآگاه، یک خواهر ناآگاه، یک نفری که اون نمیتوند فهمیده و پس از دیدن میتوند که وضعیتش یعنی که به شکل‌های تغییر بخوره. پس تو کمک کننده اون هستی، یعنی که دال به خیر، دلالت کننده به یک عمل خیر و مانندی انجام دهنده همون عمل خیر است. دلالت کننده بر یک عمل خیر و مانندی انجام دهنده همون عمل خیر است. دلالت کننده به یک عملی بد گهکه هیچ وقت نمیگه که به مانند انجام دهنده شه، ولی تو در اسم گناه شریکی، ولی تو یعنی که تعاون معاونت کنید در یعنی که بر تقوا و کمک نکنید دیگر تا به اسم عدوان. یعنی این سخن الله هست. پس شما هم وقت کمک کننده در عملهای بر تقوا باشه، در عملهای اسم و بعد یعنی که گناه کمک نکنید که یک دیگر تا اینکه اونها به همون عمل کرد عمل بکنن. پس همه ما و شما در انجام عمل کرد همون چی هستیم؟ آزاد هستیم و باید با عمل کرد عمل بکنیم که اون آینده بر علیه ما و شما نتواند که شهادت بتید. خوب، بله، برنامه یعنی منبر 1 ساعت بر وقتر بگیریم. باز همین دیر سر کردن ما برای نماز عصر است، برای که ما اگر یعنی که 5 دقیقه 10 دقیقه از عصر میگذرد که ما نماز میخونیم شروع میکنیم. ما اگر 1 ساعت بر وقترش بگیریم پس عصر نخوانده باید شروع کنیم. با هم بخاطر عصر میخونیم شروع میکنیم. هر روز نماز عصر تا نهایت ماه ایون 1 دقیقه بالا رفتن میگیره. بعد از 21 ایون وقت استاپ میشود و تا اخیری یعنی که ایونه و همون خیلی بعد قفا آمدن میگیرد با 1 دقیقه. بعد ایول کم میشود، اوگوست بروزا کوتاشتن میگیرن، سپتامبر تا اکتبر. و همون خاطر ما 1 ساعت قبل گرفتش نمیتونیم برنامه منبر ساعت 6:30 موندگیم، ولی نماز عصر همون وقت اذان است. یعنی 5 دقیقه هر روز، 5 دقیقه یعنی 1 دقیقه در 2 روز 1 دقیقه پیش رفته است از طرف اوس بالا. همون خاطر ما نمیتونیم. حتی من وقتی نماز میخونم در مسجد قریب 2.5 ساعت بعد نماز میخونن، ولی ما برای برنامه مثلا اینکه اذان دادن 5 دقیقه گذشت نماز عصر میخونیم، در حالتی که در مسجد 20 دقیقه پس از وقتی که من میخونم با مسجد جماعت میخونش. ولی ما بازم وقتی که اذان دادن وقت در اومد الصلاه، یعنی که
علی اوقات معین، یعنی که وقت های معین داره. یعنی که صلات بر وقت معینی که معین شده در همون وقت ادا کرده می شود. نمیتونه که ما نماز بر وقت از وقتش بخونیم، در همون وقت خودش خونده می شود، اما نمیتونیم که 1 ساعت پیش روش کنیم، چون وقتی عصری ما همون وقت است. حتی میگم که ممکن است که ولی با تا اخیر ایون باز میرسد با یعنی که سری ساعت. ما نمیتونیم که از اون بیشتر از اون بر وقت ترش بکنیم، یا اینکه میتونیم بر وقت کرده، ولی وقتی که بر وقتش کردیم بعد وقتی برنامه باید برای من عصر ما بخونم بگردم بیام، برای که همون خیلی نشوه یک بار نماز ما نمیخونیم عصر، بعد از اون وردی برنامه میشیم ان شاء الله. اینم باید در نظر بگیره که وقت های ما همین است، یعنی دیگه از این بیشتر ما نمیتونیم وقت ما تغییر بدیم. خب 467 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. 95% یعنی که تاجیکستان دولت ترس و زندان یعنی که میدونن، و 5% میگن نه تاجیکستان دولت آزاد و آباد یعنی که دموکراتیه. خب دیگه دولت آزاد و آباد و دموکراتیش دیگر برای همه معلوم است. خب دیگر فعلا کسی از یعنی چی میگن، کسی از صحبت میکردگی ها نیستن، پس ما یعنی که گپایی که گفتیم دیگر تمام، ما صحبت همون انجام دادیم. ما برنامه را وقتی که میبینیم کسی باشه صحبت کند صحبت میکند، نکند مهم ما صحبت خودمون کردیم. ما یگان خیلی برنامه شو نیست که مردم دعوت کنیم صحبت کنن. برنامه طبق همون روال معمولی خودش است. اگر باشد میبینید که تا 4 ساعت هم صحبت میرود، اگر بینیم که یعنی که نباشد پس ما میگیم که دیگر در برنامه کسی نیست. تقریبا حالا 2 ساعت شد برنامه ما ادامه دارد. اگر کسی صحبت کردنی باشد، خواهران، برادران، مهاجرها، هر کسی که هست از داخل وطن، از خارج وطن، از هر منطقه هستید میتونید که صحبت کنید. در غیر این صورت خب دیگر ما برنامه را طولانی از این هم نمیتونیم کرده. خب چند دقیقه دیگه خداخواه انتظار افرادی که امکانی صحبت کردن دارن هستیم، و اگر که کسی پیدا نشد خب دیگر برنامه‌مون زیاد طولانی نمیکنیم، میریم پشت کارهای دیگرمون، از پشت تحقیقاتمون، از پشت صحبت کردن با افرادی که میتونیم برنامه‌های خوبتری برای مردم تقدیم کنیم ان شاء الله، تا اینکه مردم از شر این بدبخت‌ها خلاص شوند. خب برنامه نورشد دیدید، حالا بود برنامه 351 باز یک برنامه دیگه بود. اگر چند برنامه 351 همش نوشتگی خیلی پیش نشر شدگی بود، ولی چون وقتی نشری برنامه نرسیده بود، چون برنامه دیگری زیاد که پیدا بود اونها رفتن. اما خاطر تا برنامه 358 59 نوشتهش و ثبتش هم هست که انشاءالله روشان کار دارن و همه خیلی دیگه میروه. ممکن است تا نهایت برنامه را با ماه ایون برسد نامه ها، چون برنامه دیگری زیادی دیگه هم داریم در برابرش که یک تایی از اونها گذاشته می شود. و همون خاطر در نوشتن، در ارسال معلومات، هر چیزی که امکانی گفتنش وجود دارد انشاءالله که کوتاهی نکنید، تا اینکه ما هم بتونیم روی اونها کار کنیم، چون که تحقیق وقتی زیاد میگیرد. پرسیدن آیا همین چنین است یا آیا این چنین نیست، باید این ما مثلا تحقیق کنیم. به همون خاطر برنامه زوم از روسیه به مشکل است. آخه ما از زوم دایجش خیلی مثلا پیوست کنیم، ما در زوم نمیتونیم میگم خیلی پیوست کرده. تنها و تنها برنامه که با استریم هست همین برنامه استریمیارد است. دیگر زوم برنامه است که خود درس میگذاری، مثلا صحبت میکنی با چند نفر امکان داره، ولی در غیر این صورت برنامه زوم نمیتوند که برای استریم یعنی که چی باشد کار کرده بشود با اون. ما زوم داریم، خودمون هیچ مشکلی نداریم، توسط زوم میتونیم که درسمون توسط زوم میگذرد، ولی اون برای برنامه نیست، یعنی اون برای نیست که توسط اون مردم صحبت کنند. با وی پی ان صحبت کرده می شود، ولی میدونیم واقعا روسیه با مشکلات کلان گرفتار است با این هجوماتی که یعنی که با روسیه شده است، با پایتخت روسیه با همه منطقه‌اش. با همون خاطر در حالت جنگ قرار داره. در حالت جنگ است، اینترنت ها کشته شده، که مردم در یک حالت انزوا و اینترنت نیست،
دیگر مشکل است که مردم یعنی که استفاده اینترنت خوب کرده بتونن. و مردم توسط فیسبوک تماشا دارن، برنامه که مثلا در اینجا تماشاش میکنن 20,000، در فیسبوک تماشاش میکنن 100,000 یا 120,000 یا 160,000. به همین شکل برنامه که در یوتیوب میمونیمش تماشاش میکنن 10,000، در فیسبوک میموننش 80,000 60,000، یعنی که در 2-3 روز تماشاش کرده بشه. پس فهمیده میشه که برنامه هایی که توسط فیسبوک هستن برای مردم دیدنش آسانتر و پول هم خرج ندارن. همون خاطر مردم از یوتیوب میگذارن بچی به یعنی که فیسبوک. این چیزا رو در نظر باید بگیره بیننده تا اینکه بفهمن که در کدام وضعیت و در کدام حالت قرار داریم. مثلا فعلا در فیسبوک وقتی که برنامه را ما میمونیم شکلی یعنی که بیننده که در فیسبوک هست یعنی که از یوتیوب کم نشان میدهد، ولی در آینده یعنی که تا صبح یا که تا 48 ساعت یعنی عدد اون میرسد به خیلی زیاد. چرا؟ چون یعنی این به همین وضعیت به همین حالت حالا فعلا یعنی که رسیدگی هست. خب اینترنت در روسیه یگان نمود کار نکرده است. بله میدونیم در روسیه اینترنت فعلا به یک حالتی وزمین قرار دارد و در منطقه‌ای که یعنی که اینترنت مشکل نیست میگن در همون خودی وقت استریم مشکل است، ولی بعدی که برنامه تمام بشود ما میتونیم که مثلا تماشا کنیم، ولی در وقت خودی برنامه برامون مشکل است تماشا کردن. خب اینا ما هم میفهمیم واقعا همین شکل هست. غیر از کانتنت هایی که غیر مثلا تاجیکی هستن، چون که بیننده اونها با زبان های چی ازبکستان، چی قرقیزستان، چی قزاقستان، چی تاجیکستان، چی در اروپا در هر کشورهایی که هستن، چون یعنی که زون اخوته زبان روسی بیشتر است، یعنی که محوطه فرکانس هایی که مردم یا اینکه منطقه جایگیر شوی مردم بیشتر و دانندگان این زبان از مردمان ما بیشتر، چون ما بیشتر اهمیت میدیم. با زبان انگلیسی اودیتوریش با بیشتر و کلانتر است، چون در هر دولت اون یعنی که میتونن تماشا کرده. اما خاطر هر کانتنت فرقیت های خودش دارد. اما خاطر ما نمیتونیم بگیم که مثلا به این شکل است یا به اون شکل است، چون کانتنت زبان تاجیکی فعلا تو به همین اندازه کشش دارد، از این بیشتر کانتنت ندارد. مثلا همین اصلاح تیوی را میتونید در گوگل بزنید، خود همین ویدیوهای اصلاح افرادی که مشکل دارن با یوتیوب یا اینکه حتی با فیسبوک میتونن که در گوگل تماشا کنید. یعنی همین برنامه های ما را میتونید که در اصلاح تیوی، اصلاح توچکا تیوی میزنید تماشا میکنید. یا اینکه تلگرام را اگر مدیریتور پارتویان در تلگرام مثلا خود همین برنامه های ما را در با تلگرام نامه ها از ناحیه ها خودش یعنی که اسکچات میکنن بچه‌ها میگذارن، تو اینکه برادران و خواهرانی که مشکل در دیدن برنامه در یوتیوب یا اینکه در این دوران در خود تلگرام یعنی که اون برنامه ها را تماشا کنن. از اینا هم استفاده برید، براتون خوب است ان شاء الله. بله عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله استاد. و علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم خوبین همه برادرای حاضر ناظران خوبن. سلامت باشه الحمدلله. امیدوارم خوبه. میگم آواز من نمیشنوی؟ ان شاء الله خیر. پگان آواز اومده است. استعفا رحمانوف، استعفا رحمانوف، استعفا با حکومت ظالم به هر یک ظلم کننده چی خلق شای چی کارگر دولت شای، الله خور ذلیل کنه هر از ظلم میکردگی شد. ان شاء الله پگان یاد داریم روزا بگیریم در حق برادرایی که زندان دن، در حق برادرایی که ایمنوی برای همه قسم درات فی ظلم همه طرفای دولت گپ زدن زندان دن. الله صبر بده، الله مدارش صبر بده، الله آزادی بده که هراتش آزاد کنیم با اجرشون از الله همه گیرن ان شاء الله. درسته. چی گپ خبرو دیگه؟ نمیشنوی خودت با فرمانه. ان شاء الله که این دنیا دوام نخوره قیامت دوام بخیره ان شاء الله.
قیامت او که انشاءالله نبینیم تا قیامت در درون عذاب دوزخ بینیم تا میخریم زیغ نشد همه دنیا با میخریم. سلامت باشه برادر، انشاءالله در همه دنیا با میخریم. بارک الله. واقعا شکل پیوست شوی اینترنت از روسیه مشکل تر است میدونم، ولی خوب دیگر این وضعیت حالتی که امروز همه قرار دارن هست، نه اینکه تنها تاجیکان در روسیه، در بسیاری از کشورها و فعلا غیر کشورهای متمدن اینترنت به همین وضعیت و به همین حالت هست. برادر آواز پس نیسته، ممکن مشکل در شما هست، در ما یعنی که 100% مردم هم یگان مشکل در آواز ندارن، پس مشکل در جهاز شما یا در همون اپارات یا تلفن یا کامپیوتر شما هست، نه اینکه در ما. از ما آواز نشان داده است که 100% به هم میرسد. آواز تنها به همون افرادی که از روسیه از منطقه با VPN صحبت میکنن نمیتونن یعنی که آواز خوب شنویده. مشکل در اونها هست، نه مشکل در ما. خب بله. خب بیننده عزیز گرامی، دیگر از این بیشتر وقتی قیمت شما را نمیگیریم، چون من دیگر یگان گپی از این بیشتر ندارم. همه گپایی که بود گفتم. سهم خودتون را گرفتن به اصلاح فراموش نکنید. 24 نفر فعلا در نفرایی که 500 یورو بود 24 نفر شد و برادرانی که در 150 یورو یا اینکه 25,000 روبل یعنی که عددشون رسید به 17 نفر. انشاءالله همه آنچه که ما انجام داده ایم میبینید و کار ما یگان خیلی پوشیده نیست، عملکردهای ما برای همه آشکار و روشن هستند. خب لایک های خودتان گذارید. 287 نفر علل اقل تا نهایت برنامه به لایک های خودتان بمونید. 494 با 500 نفر اگر نظرسنجی را برسونیم برای کارکرد ما در یعنی که همین قضیه انشاءالله که بهتر و خوبتر می شود تا اینکه ما روی این مسئله با بیشتر انشاءالله که کار میکنیم. پس امیدوارم که خداخواه ما و شما تا آن وقتی که امکان انجام عمل کردن به خاطر آزادی وطنمون هست باید یک جا یک مشت همه با هم کارهامون انجام بدیم و دیگر هیچ چیزی یعنی که ما و شما را متوقف کنه در این راه نباید باشد. ما تمام راه ها را انجام دادگی هستیم. برای یوتیوب مشکل پیدا شود، در فیسبوک هست و در غیر این صورت باز در گوگل هست، در غیر این صورت باز در تلگرام هست. اما برنامه های ما به هر شکل های گوناگون برای مردم تقدیم می شوند تا اینکه مردم همه برنامه های ما را به هر شکلی که هست یعنی که تماشا میکنن. برادران نوشته هستند که در تاجیکستان حالی هم برقشی هست، در حالتی که میدونن که اینقدر باران و سیل بارید همه یعنی گیس ها پر از آب هستند. پس این تنها و تنها دروغ های خود رحمانوف است و دیگر مردم باید که به خوبی بفهمند که دروغ های رحمانوف ادامه پیدا نمیتونن کرده. چرا؟ چون که یعنی که گیس ها پر آب هستند، هیچ مشکلی در گیس ها نیست، تنها با فروختن از برق که میفروشن یعنی که همه آنچه که میگه رحمانوف دروغ است. پس وقتی دروغ میگه دیگر دروغ یعنی شناختن و کشف کردن دیگر مشکل نیست. انشاءالله همتون باید دیگر بفهمید همه ملت از کی بودن رحمانوف و چگونه دزد و غارتگر بودن رحمانوف یعنی آگاهی بیشتر پیدا کرده استن روز به روز و امکان ندارد که دیگر دروغ یعنی به شکل بماند باقی که مردم بگن نه چنین نیست یا اینکه این تهمت است، این نه چنین نیست. یعنی چیزی که واقعیت است یعنی راستی را زوال نیست. با ویلای پنهانی همه کار پنهانی و دروغ و شیطانی که میکنی همه وقت آشکار میگرده. در آشکار شدن اونها هرگز یگان شک و شبهه یعنی که پنهانی وجود ندارد. همه چیزی که پنهان است اون یک روز نه یک روز آشکار میشود و وضعیت و حادثه و واقعیت انشاءالله که رو میزنه. پس انشاءالله کوتاهی در آنچه که باید انجام بدیم هیچ کوتاهی نداشته باشید انشاءالله. خوب بیننده عزیز گرامی، در آخر دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عزت و شرف بار دیگر نصیب کنه و عزت شرفی که این ملت در گذشته داشت خداوند با آن ما و شما را برساند. الله در این روزهای بزرگ سال هر یک کدام ما و شما دعا کنیم
اول صلوات بر رسول اکرم، بعد از اون سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر 10 باری دستا را برداشتن، دعا کردن از الله هر چیزی میخواهید بپرسید، خاصتا صبحگاهان استغفار قبل از نماز بامداد و بالاسحار هم یستغفرون، قبل از نماز صبح استغفار کردن، استغفر الله و اتوب الیه. در این روزها استغفار بیشتر کنید تا گناهامون بخشوده شوند و پس از بخشوده شدن گناهامون همه دعاهای ما مستجاب هست. ان شاء الله که نمازها را با جماعت ادا کردن نصیبمون بگرداند در این 10 روز بزرگ و الله سبحانه و تعالی موفقیت ها را برای ما و شما نصیب و روزی بگرداند تا اینکه در راه پیروزی موفق و پیروز بگردیم و خدا کند که تمام زندانی های بیگناه این ملت از زندان های رحمانوف آزاد گردند و جای اون زندانی ها را از عائله کثیف رحمانوف و از مقامات دزد و غارتگر و آدمکش رحمانوف خداوند جایگزین کند که به جای اون افراد بیگناه، افرادی که میخواهند این مردم به وضعیت های بد گرفتار کردن، خداوند اونها را در مکان اونها جایگزین کند تا اینکه بفهمند درد و رنج و عذاب این یعنی مصیبت هایی که بالای اینها آوردند. الله سبحانه و تعالی عزت، شرف، جسارت، بزرگی را برای این ملت عنایت کند. خداوند جوانان این ملت شکوه و شهامت و ایستادگری، شجاعت براشان عنایت کند که در مقابل هر ظالم با سخنان راست ایستاده گردند و بگویند نه دیگر بس است. خداوند به هر جوان این ملت شجاعت نصیب بگرداند. خداوند پدر و مادرای همه ما و شما را در حفظ و حمایت خودش نگه دارد. دعاگو برای فرزنداشون باشند، چون که ثمره فؤاد پدر و مادر این فرزند صالح است. اگر پدر و مادری که فرزند صالح نداشته باشد، اگر چندی که او را پولش میتیه یا یاردمش میکنه، ولی اون فرزند صالح نمیتواند باشه که پس از اون دعایی برای اون مادر کنه. در غیر این صورت وضعیت اون انسان خیلی بد است. پس خداوند به همه پدران و مادران یعنی فرزند صالح داشتن نصیب روزی بگرداند تا اینکه اونها فرزندان صالح باشند که دعا کننده برای پدر و مادر باشند و خدمت کننده برای پدر و مادر، برای وطن و دولت و ملت باشند و استقامت کننده و ایستادگر بودن در مقابل هر ظالم و زورگوی و در مقابل هر اجنبی که میخواهند این ملت به وحشت و اضطراب و روزهای بد برده برسانند. الله ما و شما را موفق، پیروز، مؤید و این 10 روز بزرگ سال برای هر یکی ما و شما روزهای گناهسوز و روزهای اجابت دعا و روزهای همه آن خواهشی که از الله داریم، خداوند تمام دعا و خواهشات و طلبهای نیک و خوب ما را الله در این 10 روز بپذیرد و ما و شما را از جمله بخشوده شده های این 10 روز بگرداند و زنده داشتن این 10 روز برای ما و شما نصیب روزی بگرداند. ختم های قرآن برای ما و شما آسان بگرداند تا اینکه با کارهایی که در طول این سال ما ادامه دادیم خواندن قرآن برای ما آسانتر بگرداند. ذکر کردن، تکبیر و تهلیل و تحمید، لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک و له الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یعنی که طلب استغفار نمودن، صلوات بر رسول اکرم فرستادن همیشه و همیشه، یعنی که در زبان ما الله گویا بگرداند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.